خب به نام خدا من دوباره سلام عرض میکنم خدمتتون. بیام رو اسلایدا با وبینار رایگان کنکور کارشناسی ارشد آیتی در خدمتتون هستم. یه معرفی از خودم کنم چون هم ویدیو رو ضبط میکنیم هم یه سری از بچه‌ها منو شاید نشناسن. من پارسال تو کنکور آیتی رتبه 39 شدم. الانم دانشگاه امیرکبیر آیتی گرایش آیتی یا به اصطلاح میگن آیتی بدون گرایش، یا حالا بچه‌ها اینجا بهش میگن آیتی قبول شدم چون امیرکبیر دو تا آیتی میگیره، آیتی بدون گرایش اون آیتی خودمون و آیتی تجارت. تو پایان اسلاید در مورد فرقشون توضیح میدم. ببینیم آیتی چی هستش. آیتی یه رشته تقریبا بین رشته‌ایه و از فاز زیرساخت اینفراستراکچر گرفته تا هاردور، سافتور، نتورک، منیج دیتا و تا چیزای بیزینسی رو شامل میشه که تقریبا اینجور میشه که فناوری رو بیاریم تو زندگی روزانه یا بیاریم تو بیزینس ها، بیاریم تو سازمان های بزرگ و این حرفا. و بین رشته‌ای ما حتی اینجا دانشکدهمون دانشکده مهندسی کامپیوتر نیست، من روی کارت دانشجوییم خورده دانشکده مهندسی صنایع و این رشته بین رشته‌ایه. حالا سرچ بزنید اینفورمیشن تکنولوژی قشنگ میتونید تعریف دقیقش رو ببینید، خیلی دقیق تر نوشته که از فاز توسعه نرم افزار گرفته تا سخت افزار تا شبکه تا همه اینا هستش دیگه توش. میتونید فیلد مورد نظرتون رو توش پیدا کنید. در مورد کار جلوتر توضیح میدم. اینو بگم که به بچه‌های مهندسی کامپیوتر و باقی بچه‌هایی که مثلا کامپیوتر، برق، مکانیک و اینا، استاد راهنمایی که دادن فکر کنم 10 تا 12 تا اینایی که برن از بینشون انتخاب کنن، ولی به ما نزدیک 43 تا استاد راهنما فکر کنم معرفی کردن تا اونجا که یادمه. 34 تا بود یا 43 تا بود یادم نی. آره، و اینقدر دستمون بازه که استاد برداریم و تو ارشد اینجوریه دیگه. استاد برداشتن یعنی اینکه تو فیلد ایشونو کار میکنی. مثلا استادی که هوش کار میکنه دیگه با ایشون میشینی هوش کار میکنی. من جلوتر حال در مورد گرایشم صحبت میکنم، چی انتخاب کردم، استاد راهنمام کی شد و این حرفا. ولی از بین این 43 تایی که ما معرفی کردن مثلا 10 تاش استادای مهندسی کامپیوتر بودن، یعنی دانشکده مهندسی کامپیوتر. 10 تاش استادای دانشکده علوم کامپیوتر بودن. 10 تاش مثلا از چیز بودن، مهندسی صنایع بودن. یه سری دانشکده مدیریت بودن. یه سری چیزا میشد از آبها و این حرفا برداشت. خلاصه دستمون خیلی باز بود که بریم مثلا با صنایع یا مثلا زنجیره تامین و مارکتینگ و برندینگ و این چیزا کار کنیم، بریم با مهندسی کامپیوترها هوش و اصلا سخت افزار و نرم افزار هر چی که استاد کار میکنه دیگه نگاه میندازی ببینی استاد مثلا داره SDN کار میکنه، داره شبکه کار میکنه، میگه من میرم با این کار میکنم شبکه کار کنم مثلا. و بیشتر اینجوریه که رشته که هست یعنی استادش هست، این شکلیه و یه خورده با دوران کارشناسی متفاوته. و میشد مثلا مدیریت برداریم بریم مثلا مدیریت منابع انسانی، مثلا دیگه مدیریت تجارت الکترونیک و این چیزا کار کنیم، استاداش هستن. دوباره میشد علوم کامپیوتر برداریم، استادایی که ریاضیات کار میکنن و خیلی تئوریک عمل میکنن کار کنیم، که من خودم رفتم از استادای مهندسی کامپیوتر یه استادو برداشتم که زیاد از فاز فنی دور نشم، چون میرفتم سمت مدیریت و اینا مثلا خیلی مدیریتی و غیر فنی میشد، از چیز فاز تکنیکال دور میشد. خیلی سرش بچه‌ها دست و پا میشکوندن. اینجوری بگم که یه سری از بچه‌هایی که میان آیتی الان جلوتر بهتون میگم اینجوریه که مهندسی کامپیوتر قبول نشدن پس میگن بریم آیتی. البته بینش نمیتونید انتخاب کنید، یه بار انتخاب رشته میکنید جوابش میاد، ولی مثلا قبول شدن آیتی اون یکی‌ها رو نیاوردن و خب دوست دارن حالا که اومدن اینجا مثلا هوش کار کنن، میام اینا استاد هوش هست و از سر استادای مهندسی کامپیوتر دست و پا میشکنن. بچه‌ها خیلی رقابت زیاده که برش دارن، هر استادم یه دونه مثلا جا داره. سر همین من خیلی مثلا شانس آوردم تونستم مثلا با استاد نظرش رو جذب کنم باش بردارم. این دفترچه کنکور آیتی پارسال که ما دادیم یه چیزی که توجه جلب میکنه، 95 تا کلا سوال 220 دقیقه، یعنی مثل کنکور سراسری نیست که واسه هر سوال فکر کنم 1 دقیقه وقت داشتیم. نمیدونم خیلی ما رو میترسوندن، مثلا میگفتن فیزیکو باید در عرض ثانیه بفهمی تستشو بزنی و این حرفا، ولی اینجا یه خورده وقت زیاده. مثلا 20 تا سوال مدیریت داریم که اصلا بچه‌ها نمیزننش و اون زمان اونو میتونی واسه چیزای دیگه صرف کنی و این حرفا. آره 2 اسفند بود پارسال برگزار شده بود، ولی خب به لطف ماه رمضان امسال کنکور رفته اردیبهشت دیگه، حالشو ببرید دیگه، خیلی وقت بیشتره. بچه‌هایی که این ترم درس دارن دانشگاهن دردسر بود براشون دیگه اسفند بخوان آزمون بدن.
3 تا کنکور هستش تو حوزه همین فناوری و کامپیوتر و این چیزا: کنکور مهندسی کامپیوتر، کنکور آیتی، کنکور علوم کامپیوتر. اینا گرایش نیستن، کنکورهای جدان. کلا یه کنکور میتونی شرکت کنی تو رشته خودت، یکی هم کنکور شناور که بچه‌ها معمولاً کنکور اصلیه رو مهندسی کامپیوتر شرکت میکنن، بعد میان شناورش آیتی شرکت میکنن یا علوم کامپیوتر. بعضی اصلا این دوتا رو نمیزنن، فقط مهندسی کامپیوتر شرکت میکنن. یکی هم مثل من اصلا کلا این دوتا هدفش نی، فقط آیتی رو شرکت میکنه. ولی خب شما آیتی و علوم کامپیوتر رو با هم نمیتونی بنویسی، یعنی مهندسی کامپیوتر با این یکی از اینا و اینکه هر کدوم جدا دیگه. و بچه‌هایی که الان سوال پرسیده بودید جواب دادم. بچه‌هایی که مهندسی کامپیوتر میخونن و میخوان شانس شریف رفتنشون رو بیشتر کنن، کنکور علوم کامپیوتر هم کنارش مینویسن، چون شریف علوم کامپیوتر داره ولی آیتی نداره. آیتی بهترین حالتش دانشگاه تهرانه، بعد امیرکبیر، بعد دیگه حالا علم و صنعت و تربیت مدرس و شهید بهشتی و اینا و خواجه نصیر هم داره. و سوال اینجا ننوشتین چرا دانشگاه‌ها با شاغل بودن کنار نمیان؟ صحبت میکنم در موردش. نه کنار میان. کنکور آیتی رو داریم که میتونید به صورت شناور شرکت کنید. من کنکور مهندسی کامپیوتر رو 2 سال پیش دادم با آیتی. یه مشکلی که خوردیم اون روز تو یه روز بود، یعنی سنجش برای اینکه هزینه‌اش پایین بیاد این کار میکنه، تو یه روز برگزار میکنه. چند سال پیشش تو 2 روز بود، یعنی پنجشنبه آیتی بود، جمعه مهندسی کامپیوتر. ولی پارسال و پیارسال متاسفانه تو یه روز بود و من صبح رفتم کنکور مهندسی کامپیوتر، ساعت 6 صبح از خواب بیدار شدم رفتم مهندسی کامپیوتر. وقتی که از آیتی برگشتم ساعت 7 بعد از ظهر بود. با کلاغا رفتم، با کلاغا برگشتم دیگه. هیچ چی روشن نبود تو روز. واسه همین خیلی اذیت شدم. کنکور آیتی رو تقریبا خراب کردم، انقدر خسته شدم. صبح مهندسی کامپیوتر صبح بود، آیتی بعد از ظهر بود. پارسال هم همین حالت بود، مهندسی کامپیوتر صبح بود، آیتی بعد از ظهر بود. منتها دیگه توبه کردم، گفتم من دیگه غلط کنم مهندسی کامپیوتر رو بنویسم، آیتی از اول نوشتم. میتونستم کلا مهندسی کامپیوتر رو فقط بنویسم و منتها من وقت نداشتم. من پارسال 1 ماه کلا وقت داشتم بخونم. ولی هر کس شرایطش فرق داره. شما الان 5 ماهی مونده ان شاءالله که برنامه‌ریزی کنید. امروز هم بهتون کلی نکته میگم بتونید تو این وقت کم خودتون رو برسونید. من وقت نداشتم دیگه، گفتم بی خیال دیگه بپذیریم دیگه مهندسی کامپیوتر نمیرسم. منم پایم ضعیف بود تو دانشگاه. کنکور آیتی رو دادم و خدا رو شکر تونستم رتبه‌ای که میخوام بیارم. یه موردی در مورد همینجا که این چند تا کنکور رو داریم مقایسه میکنیم برای بچهای تهران بگم. اگر که میخواید تهران آزمون بدید، یه دردسری که بعضن پیش میاد اینه که حوزه ها چون رندوم انتخاب میشه، شما میبینی کنکور مهندسی کامپیوتر سمت مثلا چیتگره، کنکور آیتیت مثلا سمت تهران پارسه و بخوای بین این دوتا 1.5 ساعت جابجاشی از استرس میمیری ببینی میرسی یا نه. من یادم یکی از بچه‌ها به کنکور آیتی دیر رسید، هر چقدر در زد وا نکردن دیگه. خدا نگهدار داشت دیگه، برو سال بعد بیادی. یکی رو باز کردن، بعدی رو دیگه راه ندادن دیگه. بنده خدا مون پشت، هر چقدرم خونده بود. خلاصه یکم این دردسره. اگرم که هنوز دانشجوی تهرانی جای دیگه میگم شهر دانشگاهتون بزنید، حداقل حوزه رو اونجا آزمون بدید راحت باشید. این دردسرش هست. ولی هم اگر شرایطتون مثل منه که یک کنکور بنویسید. کیا آیتی میدن؟ کسایی که از کنکور آیتی به عنوان بکاپ مهندسی کامپیوتر استفاده میکنن که الان گفتم مثلا میخوان مهندسی کامپیوتر قبول نشدن حالا آیتی قبول شن. یه سری به کارنامه ها بزنیم که جلوتر من اسکرینمو میارم روی وبسایت سی حسابو نشونتون میدم. میبینید که کنکور کامپیوتر از بالا تا پایین همه قبول شدن. مثلا رتبه 1 قبول شده، رتبه 2 قبول شده، 3 4 5 6 همه قبول شدن. کنکور آیتی نگاه میکنیم مثلا رتبه 1 و 2 و 3 اصلا نیستن، خط تیره زدن. کجا اینا سمت کامپیوتر قبول شدن دیگه، آیتی رو نزدن. موقع انتخاب رشته ای وای چقدر سوال پرسیدید من ندیدم. اینو بگم الان نگاه میکنم. موقع انتخاب رشته شما نمیتونید اینا رو جدا پر کنید. کلا 2 تا کنکور دادی درست، ولی یه دونه لیست بهت میدن پر کن. یعنی ممکنه آیتی ها رو بذاری اول، مهندسی کامپیوتر رو بذاری بعدی، ممکنه مهندسی کامپیوتر رو بذاری اول، آیتی ها رو بذاری، ممکنه یکی در میون بچینی بگی مثلا حالا مستقل از رشته همه شریفو میچینم، همه تهرانو میچینم، همه امیرکبیر میچینم، اینجوری. خلاص یهو میبینی جواب اومد شما تمام مهندسی کامپیوترایی که اول چیدی رو قبول نشدی، مثلا یه آیتی رو قبول شدی. واسه همین بچه‌ها از این به عنوان بکاپ استفاده میکنن. سوال جواب بدم بیام اینجا. مهندسی کامپیوتر رو بذاریم کنار دیگه، تمرکز رو بذاریم روی آیتی. یه روز بعد از ظهر سخت میشه کنکور دومو. اگه خالی بدید نه مشکلی نیستش. من ساعت 2:30 رفتم کنکور 6 اومدم، واقعا هم انرژی داشتم. آخرین نفری هم بودم که از حوزه خارج شدم. سرم آوردم بالا دیدم هیچکی نیست، یعنی تاریک شده بود. ولی بخواید جفتشو بدید واقعا خسته کننده است. حداقل بدن من که نمیکشه، من واقعا خوابم میگیره، بقیه هم نمیدونم.
با قهوه اینا شاید بشه یه کاریش کرد. تو ارشد دانشگاه تهران هر روز باید دانشگاه بیایم مثل کارشناسی یا نه؟ تو بخش خودش صحبت میکنم ان ولی ما 4 روز کلاس برامون گذاشتن تو هفته. یکی از اساتید لطف کرد روز آخر رو برداشت، یعنی 3 روز من کلاس دارم. نه دارم برعکس میگم، 5 روز کلاس برامون گذاشته بودن تا خود چهارشنبه. یکی از اساتید چهارشنبه رو برداشت، الان شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه من کلاس دارم و مثل آزاد و پیام نور راحت نیست که مثلا پنج شنبه جمعه بندازن، چهارشنبه پنج شنبه بکنم میندازن، چون میدونن بچه‌ها همه سر کارن. اینجا میدونن بچه‌ها سر کارن، ولی خب برنامه‌ریزی دانشگاه برنامه‌ریزی خودشه، کسی کاری نداره. گفتم دانشگاه سختگیرتره به نظرت استاداش؟ کدوم دانشگاه سختگیرتره به نظر استاداش؟ والا بچه‌های دیگه آیتیمون دمشون گرم، حتی از استادای خود امیرکبیر خبر دارن، هیچی از استادای دانشگاه دیگه هم خبر دارن، حالا محدودن، مثلا مهندسی کامپیوتر چند تا مگه تو کل تهران هست مثلا استاد دانشگاه خفن، ولی همه رو رفتن حوزه‌های کاریشون رو در آوردن این حرفا. من فقط استاد خودم میشناسم، بقیه رو زیاد بررسی نکردم. رفتم دیدم استاد میای با هم دیگه استاد راهنما بشی، گفت ردیفه و دیگه ردیف شد. بیشتر از این نگاه نکردم. ولی اینجور که بوش میاد شریفی‌ها سختگیرن و دانشگاه تهران راحت گیرتر، بعدش هم امیرکبیر سختگیرن. من دانشگاه تهران از هر کی میپرسم راحت ترن. تو مهندسی کامپیوتر نمیدونم، ولی آیتی خیلی راحت گیرترن من واسه دانشگاه تهران. اینجا مثلا یکم تمرین میذارن، تی ای میدن، ددلاین داره و این حرفا، ایناش اذیت مونه. کدوم برای غیر موبیان خوبه از بین دانشگاه‌ها؟ قطعا امیرکبیر بهترین دانشگاه. ولی اگه آیتی میخواید بدید که شریف نمیتونید قبول شید. تهران، امیرکبیر، علم و صنعت. بعد از این سه تا، تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، دیگه نمیدونم رنگ تربیت مدرس رو بالا تر بذارم یا شهید بهشتی. آخر از همه اینا هم دیگه خواجه نصیر دیگه. سوال دیگه هست بپرسید برام اینا رو بگم. کسایی میان آیتی میدن که نمیخوان دانشگاه واقعا زیاد سخت بگذره، کار کنن، دانشگاه نیان و این حرفا. حالا من خودم انقدر غیبت دارم، خدا کنه حذفم نکنن یه درس، حضور غیاب نمیکنن هیچ کدوم، ولی استادای ما که حداقل اینجوریان. کسایی که وقت ندارن اندازه کنکور مهندسی بخونن، الان توضیح دادم براتون، از درس‌های سخت افزار فراری ان. الان میریم اسلاید بعدی درس‌ها رو می‌بینیم که مهندسی کامپیوتر سخت افزار داره. به تجارت الکترونیک یا کارهای مدیریتی و کلا اینکه دستور بدم برنامه‌نویسا اجرا کنن این حرفا علاقه دارید، آیتی چیز خوبیه. مثلا یک خورده از فاز فنی شاید بالاتر بیاد و از فاز زیر ساخت و اینا بیاد بالاتر، به بیشتر پروداکت و بیزینس و اینا مثلا بپردازید. بریم بعدی. چه درسایی میاد؟ این درسای رشته آیتیه که میان 25 تا سوال زبان میاد، 30 تا یعنی اینا میاد. اینا هر کدوم 5 تا درسن در کل، تقسیم بر 30 کنیم 6 تا سوال از هر کدوم میاد. 6 تا گسسته، 6 تا ساختمان، 6 تا الگوریتم، 6 تا نرم افزار، 6 تا شبکه. 20 تا مدیریت میاد. مدیریت و بچه‌هایی که توی کارشناسی هم کامپیوتر گرایش آیتی بودن میتونن بزنن، یا اینکه کسایی که مدیریت خوندن و این حرفا یا خیلی تو فاز و هوای مثلا مدیریت پروژه نرم افزاری و اینا بودن، تو سر کار بودن و اینا، وگرنه کسی اینو نمیزنن. کارنامه نشونتون بدم میبینید اکثرا صفر میزنن. این یکی هم 20 تا سوال میاد، اینم دوباره هر کدوم 6 تا یا 7 تا، مثلا بین 6 و 7 متغیره هر کدوم اینا. پایگاه، هوش، سیستم عامل. بریم ضریباشو ببینیم. ضرایب باکس درست، اینی که نوشته عدد کنارشون ردیفشه مهم نیست، ولی زبان ضریبش یکه، این باکس دوم ضریبش 4، باکس سوم ضریبش 1 و آخری هم ضریبش 2. یعنی هر تست ساختمان گسسته یا هر تست مهندسی نرم افزار 4 برابر تست زبان میارزه، یعنی که 4 برابر تست مدیریت میارزه، یا اینکه 2 برابر تست پایگاه داده میارزه. این حالتیه. و الانم باز کنم دفترچه رو نشونتون بدم، دفترچه ثبت نام که کنکور هم این چند روز پیش سنجش منتشر کرده، میبینید که تو گرایش‌های مهندسی کامپیوتر یکم مهمه. مثلا میخوای هوش قبول شی، هوش چقدر زدی؟ خب یا مثلا میخوای معماری قبول شی، شبکه چیز چقدر زدی؟ معماری کامپیوتر و مندار منطقی اینا رو با هم چقدر زدی؟ حالا خود درس نه ها، باکسش مثلا کل این قسمت با هم دیگه درصدش مشخص میشه. مثلا میگن پایگاه داده، هوش، سیستم عامل جمعاً چقدر زدی، مثلا آخرش مشخص میشه که تو 30% اینو زدی. نمیان بگن تک تک درس‌ها رو مشخص نمیشه کدوم زدی، ولی در کل مثلا واسه مهندسی کامپیوتر مهمه که تو هوش چقدر زدی، هوش قبول شی. چون هوش فکر کنم ضریبش 4، تو درس‌های دیگه هوش ضریبش 3 مثلا فکر کنم اینجوریه، نمیدونم نشونتون میدم. ولی تو آیتی مهم نیست، یعنی شما فقط میانگین درصد تو بر بالا. یعنی مثلا اگه خواستی که
گسسته و این باکس ضریب 4 رو نخونی، مثلا 80% زبان بزن، 80% تصمیم 4 کنم میشه 20%، انگار که 20% رو این باکس هم گذاشتم. و همه این گرایشایی که ما امروز درش صحبت کنیم همینه. سوال چی پرسیدین؟ مدیریت راحت‌تره، عجیب میکنم صرف میذارن. شما لابد پایه‌شو دارین. اصول مبانی مدیریت کسی نمیخونه، سخته، حفظیه. من خودم دوره گرفته بودم ولی خب رفتم سر کنکور 3 تا تست درست زدم، یه دونه تست منفی زدم، صرف شد با موفقیت. آره. و چیده بودم اصول مبانی مدیریت رو 20-30% بزنم ولی نشد دیگه. تا اینجا از دروس و ضرایبشون و اهمیتشون که سوال داره هم میتونه چت بفرسته هم وایس. یه دقیقه صبر میکنم چون مبحث مهمیه. آره مثلا گفتم هر تست مثلا گسسته 4 برابر زبان میارزه. برای اینکه هر درصد هر تستش هم به دست بیارید که ببینید مثلا من 5 تا تست از زبان بزنم چقدر میشه، 100 رو تقسیم بر 25 کنید دیگه. هر تست زبان 4% میارزه. مثلا 4 تا تست بزنی کلا 16% زبان زدی. گرایش شبکه هم توضیح میدین؟ شبکه گرایشش مهندسی کامپیوتر رو میگین؟ کنکور مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه نداره. من گرایش‌ها رو بعدا نشونتون میدم جلوتر، دفترچه رو باز کردم. یه نگاهی به مقایسه بین سوالایی که توی آیتی و کنکور کامپیوتر میاد بندازیم. زبان که تو جفتش میاد 25 تا، یکم باکسا توپلتر و حجیمتر و ترسناکترن. ببینید باکس 5 که داره بیداد میکنه سخت افزار داره، اینجا سخت افزار نداریم. فناوری علم و شبکه رو میگین؟ من دقیق نمیدونم چیه چون اولین بار ارائه شده، ولی جلوتر در موردش حتما صحبت میکنم. متشکرم. دروس تخصصی مدار منطقی معماری الکترونیکی دیجیتال داریم که مثلا تو دانشگاه ما الکترونیک دیجیتال ارائه نمیشه. سیستم دیجیتال نیست، الکترونیک دیجیتال، اون ترانزیستورهای سیماس و انماس و این چیزا که بودش مثلا، و دوره‌هاش تو اینترنت هست میتونید تهیه کنید. دیگه درسای ساختمان داده، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی میاد. ببینید توی آیتی هم داره ساختمان الگوریتم میاد اینجا، هوش هم داره اینجا، ضریب 2 میاد، اینجا هم داره میاد، ولی سطحشون خیلی متفاوته. من دفترچه واسمونم نشونتون میدم، فکر کنم تو اسلاید بعدی هم براتون گذاشتم. آره یه دونه فرق بین 2 تا سوال آیتی و مهندسی کامپیوتر رو نگاه کنید. 2 تا سوال پایگاه داده است. پایگاه داده مهندسی کامپیوتر اومده یه وابستگی تابعی داده، گفته که مثلا این سوالا رو ازش پرسیده، اینکه اینجوری سوال میدن و هر کدوم از گزینه‌ها نیازمند محاسباته، سوالای سخت و پرزمانی، یعنی شما اینو باید ولیدیت کنی، دور بری سوال بعدی اینو ولیدیت کنی، اونو ولیدیت کنی، این خورده سخته. و تو کنکور آیتی چجوری سوال دادن؟ یه جدول دادن، گفتن که B ممکن است وابسته به A باشد، A ممکن است وابسته به B، یعنی راحتی در این حد و خیلی راحت تر نسبت کنکور کامپیوتر. حالا سر این یه سوال من دیپ نشم، ولی میریم جلوتر نگاه میکنیم که چقدر کنکور مهندسی کامپیوتر سخت‌تره. از بین این درس‌ها خب ما سیگنال و نظریه زبان هم نداریم تو آیتی، ریاضیات نداریم، فقط گسسته رو داریم. اینا گسسته ضریبش 4. جلوتر در مورد گسسته صحبت میکنم. کسایی که با ریاضی میونه‌ای ندارن، حالا اگه خواستن آیتی بدن با گسسته چیکار کنن. آخرش یادم بندازید کسایی که میخوان مهندسی کامپیوتر هم بدن، وضعیتشون مثل من نیست، تک کنکور نبودن، برگردم رو همین اسلاید یکم توضیحات بدم که چی کارا کنید. آره امیدوارم دانیال یادم بندازه. بعد شبکه پایگاه سیستم عامل، ترتیب دروسش هم جالبه. ببینید پایگاه، هوش، سیستم عامل، اینجا اول سیستم عامل میاد اون پایگاه داده. نمیدونم چیزش چیه، ولی خب اینو می‌خواستم بهتون بگم، نوشته بودم حتما بهتون بگم. یه ترتیبی برای دروس مشخص کنید موقعی که تو دوران جمع‌بندی رسیدید. مثلا شدش فروردین ماه شما فهمیدی که انقدر درس‌ها رو بلدی، اونقدر بلدی و اینا، یه ترتیبی برای رفتن سر جلسه مشخص کنید. مثلا من رفتم سر جلسه، خب اولین سوال زبان بود، ولی خب من زبانو کاری نداشتم، سریع اسکرول رفتم سمت مهندسی نرم افزار، چون این درسو خیلی خونده بودم. 6 تا تست مهندسی نرم افزار رو زدم، بعد رفتم شبکه رو زدم، خیلی خونده بودم، بعد اومدم پایگاه داده، بعد اومدم این یکی رو زدم. البته من این گسسته ساختمان الگوریتم خوب نخونده بودم. اگه شما خونده بودید قطعا ضریب 4 رو بچسبید، نه سریع سراغ پایگاه داده و این حرفا. یه روال منطقی برای اینکه اول کدوم درس شروع کنم بذارید. مثلا اول بخوای زبان بزنی، شاید مثلا یه خورده اون پسیجا، اون درک مطلبا اذیتت کنه، کلی ازت وقت بگیره، بعد مثلا خسته بشی بخوای تستای مهمی که 4 برابر یه تست زبان میارزه مثلا بزنی. پیشنهاد میکنم اینو برای خودتون درست کنید. الان نمیشه، یعنی باید قشنگ بگذره ببینید که چه درسایی جمع کردید. شاید شما مثلا پایگاه داده بهترین درسی باشه که واسهتون مفیده. سیستم عامل، شبکه آیتی با مهندسی فرق داره، آسان‌تره.
شبکه جفتشون راحته. شبکه انقدر بچه‌ها نمیخوندن، خیلی درس زمخت و سختی بود. سالای 94 95 و الان وقت کردم براتون باز میکنم نگاه کنید، انقدر شبکه‌اش سخته اصلا کسی نگاه نمیندازه به این درس، کلا حذفش میکردن اصلا تا همین 99 و اینا. اما از 1400 به بعد یه نگاهی بندازید میبینید همش سوال اینجوریه که مفهوم و سوال پرسیده، مثلا گفته در رابطه با عملکرد DNS کدوم گزینه صحیحه، بعد انگار که مثلا داری ادبیات فارسی امتحان میدی، مثلا چیز خاصی نداره، فقط یکم با یه نگاهی به دروس بندازی. سیستم عامل هیچ سر رشته‌ای ندارم، نمیدونم اینجا TA سیستم عامل هست کسی ازش بپرسید. آره ولی من سیستم عامل چی سر در نمیارم. جلوترم تو معرفی منابع اصلا سیستم عامل رو نذاشتم، نمیدونم باید چیکار کنیم. حالا بماند که 50% سیستم عامل زدم توی کنکور آیتی. منبع خوبی وجود نداره، نمیدونم. آره بچه‌ها یادم سیستم عامل یوسفی رو میگفتن، نمیدونم دکتر یوسفی سیستم عاملش خوبه یا نه. این که میگم 50% سیستم عامل زدم، خودم حفظم تست رو میدونم، از سر جلسه یادمه که 3 تا از 6 تاشو زدم، ولی مثلا درصد این باکس نمیاد یهو اعلام بشه که این همه سیستم عامل زدی. مثلا کنکور سراسری نیست، مثلا ریاضی فیزیک اینا درسته یه باکس بودن ولی فیزیک جدا اعلام میشد، شیمی جدا اعلام میشد. این 3 تا درس با هم دیگه جوابش اومده که من 50% این باکس رو زدم، یعنی 10 تا سوال درست زدم. شاید هم بیشتر زدم و منفی زدم که 50% شده، نمیدونم. من تحقیق کردم هیچ کدوم تضمینی وجود نداره. آقای خانی هم میگفت وایسید حالا سیستم عامل رو نخرید ببینیم چی میشه. من اصلا سیستم عامل سر در نمیارم، نمیدونم. منبع خوبی هم وجود نداره، دوره خوبی هم وجود نداره. یه دونه چنل انگلیسی میشناسم اگه حال کردید، امیرحسین زیاد خونده میگه چی میکرو یوسفی، کتاب مرجع پلتفرم تست CS هاب. ایشون دیگه هر چی بگه سنده، مهندسی کامپیوتر داره میخونه. حل سیستم عامل چی رو میخواستم بگم؟ اگه که حال داشتید وقت بود میشه این دوره های مثلا نسو آکادمی و این چنل های یوتیوب هندی و اینا رو دید، ولی خب تست بهتون یاد نمیدن. دنیای تست کم متفاوته، شما باید یه تست بزنید تا بتونی مسئله حل کنی. اینم که نشونتون دادم. نامنویسی کنکور، اخبار کنکور رو تو سایت سنجش اینجا رو کارشناسی ارشد کلیک کنید میبینید. مهلتش تا 23، امروز 23، ولی خب خیالتون راحت، احتمالاً تا 26 یا حالا 28 تمدید بشه. داره بارون میاد خدا رو شکر. آره تمدید میشه همیشه طبق قرارای قبلی. هزینه ثبت نام هر کنکورم 705,000 تومانه. 2 تا کنکور بخوای بنویسی 1,400 باید هزینه بدی. چطور درس بخونیم؟ برنامه ریزی که انجام میدین و سعی کنید روی کاغذی، روی گوگل کلندری، هر جایی که راحتید. من اون زمان کلا برنامه‌ریزی زندگیمو رو گوگل کلندر انجام میدم، ولی خب دوران کنکور انقدر فشار زیاد بود یکم هی به هم میری، خیلی اذیت میشدم، عوض میشد و این حرفا دیگه. اومدم رو کاغذ، یعنی فقط رو کاغذ مینوشتم چیکار کنم چه جوری. مثل این برنامه امتحانیای قدیممون، قرآن، ریاضی، اجتماعی، هنر، هدیه‌های آسمان و این چیزا. وقتتون رو برنامه‌ریزی کنید، تازه دستتون میاد که چقدر وقت ندارم. یعنی یه نگاهی بندازید میبینید که الان 5 ماه وقته، میگید خب میرسم به درس‌ها رو میخونم. یه رو کاغذ اصلا نمیخوادم بهش عمل کنید، فقط یه لحظه بنویسید یا تخمین بزنید، یه نگاهی بندازید میبینید واقعا وقت نیست. مثلا 50 ساعت دوره پایگاه داده، 60 ساعت دوره مثلا سیستم عامل فلان قد این، بعد حالا کی بیام تستشون رو بزنم. این نگاهی میندازید میبینید واقعا وقت کمه. در نتیجه کسی که برنامه‌ریزی میکنه واقعا دستش میاد که آره عمر خیلی کمی دارم، وقت کمی دارم، باید بهشون برسم. من اینجوری نوشته بودم رو کاغذ، قشنگ نوشته بودم شنبه ها، قشنگ اینجا چسبونده بودم همین جلوی لپتاپ کنار اتاقم. شنبه ها مثلا من روزای زوج، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه صبح زود شبکه میخوندم، با اینکه خوشم نمی اومد چون دیگه درس زمختی سخته، مثلا اول صبح بیدار شی بخونی، ولی انداخته بودمش اول صبح که میگم شما ممکنه 12 از خواب بیدار شی، منظورم اولین ساعت بیداریته که مغزت فعاله. انداخته بودم اون. بعد مهندسی نرم افزارم چون ضریب 4 بود برام مهم بود، اون انداخته بودم یک شنبه، مثلا سه شنبه، پنج شنبه صبح. بعد حالا بعد از ظهرشو من پایگاه داده و اون بعد چیز درسای ضریب کجا رفت، درسای ضریب 2 رو اینا رو انداخته بودم. بعد دیگه شب یه نگاهی به مدیریت و انگلیسی مینداختم. حالا من زبانمون همه تعریفی نداره بگیم، ولی بچه‌هایی که خیلی زبانشون خوبه مثلا نزدیک 80 90 زبانو میزنن با دیفالت، قشنگ 20% از شما باکس بعدی رو جلوان. اگه که زبانتون خوبه که خوبه، اگه نه که سعی کنید زبانتون رو قوی کنید بتونید بزنید. من گذاشته بودم شب مثلا درس زبانو من اصلا روی وکب و کلوزش هیچ تمرکزی نداشتم، فقط می‌خواستم پسیج بزنم، یعنی واژه‌ای چی یادم نبود
کلوز تستا رو میترسیدم از استثناءاتی که گرامر داره، میترسیدم اون 3 تا تستی هم که میاد منفی بزنم. 5 تا تست بود شده 3 تا کمش کردن، ولی پسیجا زیاد شده 3 تا ریدینگ میدن که باید در موردشون بخونید و اینا. من هیچی از اینا یادم نبود چجوری باید ریدینگ بزنم. توی یوتیوب اینا سرچ کردم نحوه زدن تست ریدینگ و اینا، بعد دیدم ویدیوهای خوبی میاد. مثلا کلا تستای ریدینگ 7 نوع سوال بیشتر نمیدن، مثلا یکیش اشاره به ضمیره، یکیش یه دونه واژه رو زیرش خط میکشن میگن معنیش چیه. آره من این کارو کرده بودم. بعد واسه زبان من مثلا دفترچه های 10 سال 20 سال رو دانلود کرده بودم واسه آیتی، علوم کامپیوتر و این چیزا. بعد هر کدوم از این کنکورا 3 تا پسیج داره دیگه، زبانش، درس زبانش. بعد همه اینا رو زدم تو این وقت و نمیگم کل 20 سال رو زدم، ولی خب یادم نی، حالا 1 سال گذشته یادم نمیاد، ولی هر شب 3 تا پسیج میزدم، بعضی شبا 2 تا میزدم. یعنی گذاشته بودم قبل از خوابم، مثلا مهم نبود که صبح و ظهر و این چیزا، فقط شب. این برنامه‌ریزی کردم شب موقعی که من بخوام، چون زبان درس کم اهمیتی ضریبیه که آخر شب بخونم، ولی شبکه رو مثلا صبح میخونم همیشه. اینی که میگم یکم غیر قابل اجراه از این جهت که کلا برنامه‌ریزی همین شکلیه، سیل میاد میبرتش. امسال هم 2 تا کنکور توی روز، نه فکر کنم امسال که نه، سال بعده 1406 کنکور 1405 سال بعد، چرا رفتم جلو اینا کنکور. ولی بچه‌ها میگن تو 2 روزه، من نگاه نکردم، بچه‌ها میگن تو 2 روزه. خدا کنه همینجور باشه، اذیت نشید، خیلی اذیته از این جهت که اصلا شب میاد تستای کنکور اولیه رو بررسی میکنی، تو دومی عملکرد بهتری داره چون مشابه میاد. آره ارشد 1 سال نشد، من هنوز تصویب نکردم. خیلی بی خوده. یعنی چی آخه؟ خیلی ما سال اول اینجوریه که درس پاس میکنی، سال بعدی از درسایی که پاس کردی و اون درس سمیناری که برداشتی بهت مقاله خوندن و اینا یاد دادن، تازه میای که این چیزایی که خوندی بهشون عمل کنی، پایان نامه بنویسی. اگه بخوان 1 سالش کنن فکر کنم میشه کارشناسی، درس پاس کنی فقط. نمیدونم. فرار از سربازی هم بعد میخوام بکنن 1 سال. نکته مهمی بود، عجب چیزی گفتی. آره خدا کنه به ما که اعمال نمیکنن، خدا کنه به شما هم اعمال نکنن از سال بعد. این برنامه‌ریزی رو داشتم میگفتم که لامصب اینو سیل میبره، اتفاقات عجیب غریبی میفته، خدای نکرده عزیزی از دست میره، یا مثلا مهمونی میاد، یا اینکه چه میدونم این مراسمی میشه و این حرفا. همه این اتفاقات میفته. مثلا واسه ما مهمون میاد خونه و من یه عذرخواهی میکردم ببخشید ما بخوام از 5:30 صبح بیدارم، شما 10 شب اومدید خونه، میرفتم میخوابیدم دوباره فرداش. این اتفاقات میفته، برنامه‌ریزی به هم میریزه و اینا. خلاصه ولی یه کاری که باید کنی اینه که 15 دقیقه وقت داریم، خب باشه سر 10 دقیقه بعد بفرستان. یاد یه کاری که باید کنید اینه که 2 روز در هفته رو برای اصلاح این بذارید. یعنی دوشنبه و جمعه همیشه کاغذ دستتون باشه، ببینید که ارزیابی کنید، یعنی داده بنویسید به 2 ساعت شبکه‌ای که می‌خواستم رسیدم، مثلا فصل 1 رو تموم کردم و این حرفا، و صرفا بنویسید. بعداً بیاید بررسیش کنید ببینید که اون ساعتایی که می‌خواستید رسیدید. یه دوباره تخمین بزنید. هر دقیقه باید پویا باشه برنامه‌ریزی. یعنی اکثر کسایی که بهشون میگن برنامه‌ریزی کنن میگن نه من نمیتونم و این حرفا. واسه همینه که 1-2 روز یه هفته جو میادش برنامه‌ریزی میکنن، بعدش نمیتونن. ولی من پیش رفتم خوب بود. همش باید اصلاحش کنید دیگه. دفترچه کنکور بررسی کنید. خیلی اینو تاکید میکنم. تو کنکور سراسری هم بچه‌ها رو میدیدم که آزمونای قلمچی رو شرکت میکردن، اونا رو بررسی میکردن، ولی تا حالا دفترچه کنکور تو عمرشون ندیده بودن. در حالی که من میرسیدم خونه کامپیوتر رو روشن میکردم، سراسری رو میگم 6-7 سال پیش میرسیدم خونه کامپیوتر رو روشن میکردم، میرفتم پای دفترچه کنکورا. تمام دفترچه کنکورای ریاضی، تجربی، انسانی رو برای 10-12 سال دانلود کرده بودم، همه رو داشتم و هی نگاه میکردم. مثلا واسه تجربی ریاضی و زبانش رو نگاه میکردم، بعد واسه مثلا انسانی ادبیاتش رو نگاه میکردم، این حرفا خیلی نگاه میکردم. دفترچه نگاه کنی یه ایده‌ای به ذهنت میاد چقدر تستای کنکور استانداردن، هرچند از نظر اساتید از نظر فنی استاندارد نیستن. یعنی مثلا از یه جاهایی میرن تست میدن بعضی موقع که بابا این اصلا هدف درس نبوده، این مشکل هست. ولی از نظر این که هر سال تکرار میشن، تیپ سوال میاد، اگر کسی بررسی کنه تستا رو به حقش میرسه خوبه. یعنی این نظر خوبه، تیپ سوال میاد. یعنی داشتیم خب سوال جدید هم اومده ها، ولی خب به هر حال هر سوالی باید یه جا شروع شه دیگه. مثلا این نوع سوال دیگه از سال 93 و بعد شروع شده و تکرار شده. کسایی که اولین بار 93 کنکور دادن مثلا ممکنه اون سال با سوال جدیدی روبرو شدن دیگه، حالا اینو بپذیرن. ولی نمیگم حالا حتما تیپ سوال یاد بگیرید که بی سواد بمونید سر کنکور، ولی میشه با پیدا کردن یه سری مسائل خاص توی کنکور موفق شد.
بعدی منابع پیشنهادی من صرفا چیزایی که خودم خوندم، شاید کافی نباشه، شاید هم بچه‌ها اینجا الان مخالف باشن. ساختمان داده و گسسته سخت انصافا، ولی پایتون لازمه برای درک ساختمان داده. نه، پایتون نیازی نیست. یه تستی هستش هر سال تکرار میشه توی شبکه، در مورد اینه که پکت رو میفرستیم سمت گیرنده، فرستنده تو لایه اپلیکیشن چجوری عمل کنه که اونو پایتون میدن، ولی پایتون ریدابیلیتیش بالاه، اصلا پایتون نیازی نیست بلد باشی، میتونی بخونی نگاه کنی ببینی این پکت رو سند کرده، اون ریسیو کرده و این حرفا. ولی تو ساختمون داده تنها جایی که تست شبه کد میدن اونم خیلی خانه‌ای، یعنی بیشتر سی استایله و حتی اون چیزاش رعایت شده، آکولاداش و اینا، میتونی قشنگ بفهمی چی به چیه. نه نیازی به کد زنی نیست خلاصه. حتی کنکور مهندسی کامپیوتر، البته کنکور مهندسی کامپیوتر تو بخش الکترونیک دیجیتالش نه، تو بخش معماریش یه تست هر سال میاد، حالا هر سال نه ولی زیاد تکرار شده هر چند سال یه بار، که VHDL و وریلاگ رو با هم دیگه میدن توی تست. یعنی یه مسئله است، VHDL رو میدن، وریلاگش هم میدن، هر کی یکی از این منطقیه یکی از این تست‌ها رو بلد باشه میتونه بزنه. که پیشنهاد میکنم توی گوگل بنویسید، اگه مهندسی کامپیوتر کنکور دارید بنویسید نحوه زدن تست VHDL دکتر یوسفی، بعد 3 تا ویدیو ساخته واسه همین، رایگان هم منتشر کرده. اون 3 تا ویدیو رو ببینید قشنگ میتونید یه تست رو همیشه بزنید. میگم تیپ سوال زیاد، الان این یه خودش یه تیپ سواله. مثلا پایگاه داده همیشه تیپ سوال داره که یه نمودار یار بده بگه که جدولش چی میشه مثلا. خب بریم سراغ منابع پیشنهادی. قبل خرید دوره من اینو بهتون بگم که اگه حال دارید کتاب مرجع بخونید، دوره نخرید، انگلیسی بخونید. ولی خب کیا کتاب مرجع نمیخونن دوره میخرن؟ بریم تو اسلاید بعدی بهتون بگم. کسایی که وقت ندارن، مثل خودم پارسال وقت نداشتم 1000 صفحه کتاب شبکه بخونم، دوره شبکه خریدم، قشنگ در عرض 30 ساعت کل شبکه رو برام جمع کرد. زبان خوبی ندارن، حوصله ندارن کتاب مرجع بخونن زیاد و اینا، حالا حوصله مطالعه کتاب و جزوه کلا ندارن. این به هر حال تایپ یادگیری هر کس فرق داره. من خودم مثلا میشنم PDF فایل لپتاپ شبانه روز میتونم بخونم، ولی بعضی بچه‌ها PDF ها رو پرینت میگرفتن میگفتن چشمون اذیت میکنه، اینا هم هستی. بعد موقع دیدن دوره میتونی لم بدی غذا تو بخوری و همه اینا هست. بعد کسایی که پایه ضعیفی دارن معمولا دوره میخرن، حوصله ندارن بازم ببینن و اینا. ولی حالا همش این اینا نیست، یه 3 نقطه هم گذاشتم. من خودم همین دلایل بود، مثلا وقت نمیشد که اینقدر روون انگلیسی بخونم بره، ولی خب مثلا از هر درسی که شما بگی سنجش منبع انگلیسی رو معرفی کردم. مثلا من چرا یادم رفته اینا رو بیارم تو اسلایدا بذارم، کاش میذاشتم. مثلا منبع مهندسی نرم افزار کتاب آقای پرسمنه، منبع شبکه کراس میشه یا کروز، نمیدونم تلفظ دقیقش کدومه، همین میدونید بگید. بعد شبکه دیگه چی بود؟ فکر کنم سیستم عامل سیلور شات، نمیدونم اینا. خلاصه کتاب مرجع همونایی که دانشگاه بهمون درس دادن، حالا دقیق ترش تو سایت ها هست میتونید پیدا کنید. یه بار دیگه بریم سراغ ذرایع. پس ساختمون گسسته، هم گسسته خودمون، داده الگوریتم، حالا همه با هم دورشو میفروشن. داده الگوریتم مهندسی نرم افزار و شبکه ضریبشون 4 خیلی مهمه اینجا. بازم همچنان میگم یادم بندازید آخرش اگه خواستید واسه خود مهندسی کامپیوتر هم یکم صحبت کنم. اینجا پایگاه داده و هوش و سیستم عامل و اینا مهمن تو ضریب 2. بقیه دیگه حالا زبان همه همینجوری میزنن و همینجوری عشقی و اینا. اصول مبانی مدیریت هم کسی معمولا نمیزنه. بریم سراغ اول زبان، ببینیم که برای زبان چیکار میشه کرد. من منبعی که واسه زبان معرفی میکنم اولین کتاباست. کتاب زبان زیر ذره‌بین خیلی معروفه و این نویسندش هادی جهانشاهی رو اگر توی یوتیوب سرچ کنید چقدر ویدیو داره در مورد همین کتاب و ویدیو ساخته اصلا چجوری این کتابو ببینیم. ویدیوی فن ترجمه داره، کسایی که اصلا زبان مثلا یه جمله فارسی جمله انگلیسی میبینن اصلا نمیتونن ترجمهش کنن، مثلا اونا رو خوب یاد داده. بعد چیز خوبیه، میتونید یوتیوبش رو نگاهی بندازید. در مورد فرق 3 جلدش بگم، جلد آبیش واژگانه که واژگان چقدر 2550 تا، خیلی لغت داره. در 110 روز میتونی این کل درساشو بخونی یادش بگیری و واسه همه ارشد دکتراست. میبینید ویژه داوطلبان کنکور ارشد دکترا با آزمون‌های آیلتس و فلان و نرفا و چیز خوبیه. حالا من اینو واسه کسی میگم که همسطح منه مثلا زبانش، ولی بقیه مثلا ممکنه برن کتاب آکسفورد رو بخونن و فلان و چی میذاره، حالا هر چیزی میدونی، زبان زیاد چیزی ندارم. بعد زبان قرمزش مال گرامره که
چیز خیلی خوبیه اینم، ولی به شرطی که وقت بشه و تمرکز روش نذارید، همون شبا مثلا وقتای کم و اینا بخونید. بعد زبان سبزش من نمیدونم این نکته و تسته یا اینکه فکر کنم فقط دکتراست. آره کتاب سبزش فقط مال دکتراست و این دوتا کتاب من دارم، کتابای خوبی هستن. این واسه یه واژه است، این واسه گرامر خیلی خوبه، ولی گرامر کلا 3 تا تست میاد، مثلا شاید نخواید واسه یه دونه 3 تا تست مثلا برید کتاب بخرید. برم سراغ چیز بعدی. یه چیز در مورد چیز قبلی بگم، اینکه زبانو میتونید تو یوتیوب واقعا قوی کنید. اینور وایس چت جی پی تی هم که توی چیزش فعال شده دیگه، مثلا بشینید مثلا البته لیسنینگ که به درد کنکور نمیخوره، ولی خب آره میتونید خیلی با چت جی پی تی اینا کار کنید، زبانتون رو قوی کنید. من زیاد توجهی ندارم، نمیدونم چیکار باید کنم اونو، ولی در مورد درس‌های تخصصی گسسته من دوره دکتر یوسفی رو داشتم و همه مباحث رو پوشش داده بود، منطق ریاضی، شمارش و این چیزا، و چیز خوبی بود. پیشنهادایی که داده بود. چقدر الان 675 تومانه فقط آموزشش، مثلا فکر کنم با تستش بخواید بگیرید نزدیک 1.5 مثلا بیفته گسسته. چون واسه اینکه دانشجوها اکثرا یکم دغدغه مالی دارن، واسه این میگم دیگه. برم بعدی. چی خیلی طولانی نبود؟ گسسته یوسفی من همشو ندیدم. این سرفصلی که گذاشتم من منطق رو دیدم، شمارش رو دیدم، تا اینجا رو دیدم، بازگشتی و تاب مولد رو حذف کردم، رابطه رو حذف کردم، اصل دانه کبوتر رو حذف کردم، با اینکه تو کنکور امسال تستشو زدم ولی از دبیرستان یادم بود. بعد گراف و اینا رو حذف کردم. مثلا گراف و اینا رو بخونی تو گسسته توی ساختمون دادم کمکت میکنه، خیلی خوبه که اینا رو بخونی، ولی من فرصت نداشتم. بخوای کلشو بخونی آره یکم وقت گیره. فکر کنم چند ساعته تو این اسکرینی که من گذاشتم، نیولش ساعت بالای 40 ساعت 50 ساعت باشه. میگم برنامه ریزی کنی میبینی که تعداد هفتهایی که تو کنکور مونده کمه، دستت میاد که همه مبحثا رو نمیتونی بخونی. کتابشو میخونی خوبه به نظرت. تستش 90 ساعت فقط، یا خدا. البته که دکتر یوسفی خیلی سوال حل میکنه، هی میره از کنکورهای سالهای قبل، کنکورهای دکترا اینجوری شده 90 ساعت زیاد حل میکنه. کتاب من بچهای کنکوری اکثرا کتاب محور ندیدم، بچه‌ها باشن اکثرا دوره محورن، ولی کتاب خیلی خوبه. اگه با کتاب پیش میرید که ایوالله خیلی یادگیری عمیق‌تری دارین، ولی سرعت دوره بیشتره دیگه. بریم سراغ بعدی. هنوز روی این باکس ضریب 4 ساختمون داده و الگوریتم با هم دوره‌هاشو معمولا میدن. اینم دوباره 900 تومانه. ساختمون داده و الگوریتم آموزشش با همه. من اینو داشتم. کسی اگه پیشنهاد دیگه ای داره بنویسه. فکر کنم واسه یه دکتر انصاری و دکتر حقیقت و اینا رو بعضیا تهیه کرده باشن، واسه اینکه انصاری رو داره علیرضا مثلا، اگه خیلی خوبه. انصاری بهتر نیست؟ نمیدونم، علی باید چیز کنید تو گروهای کنکوری بنویسید مثلا تو که اینو داری خوبه یا نه، بیان جوابتون رو بدن. البته یکم فیک بعضیاشون جواب میدن، مثلا اکانت های فیک همون مؤسسات هم میان جواب میدن، اینم مشکلش هست. ترجیحاً آدم پیدا کنید بهتون وایس بگیره، پی ویش برید بهتره. آقای خانی مقایسه کرده بود. آره یوتیوب آقای خانی رو ببینی خوبه، ولی انصاری یا یوسفی بستگی به آدمش داره، جفتش خوبه. آره میگم یکم ویدیوهای رایگانشون رو روی اینترنت ببینید متوجه میشید. مثلا دوره دکتر یوسفی واسه ساختمان الگوریتم نشونه یکی دادم، گفت چقدر تئوری درس میده، واقعا هم همینه. ولی من خیلی خوشم اومد نحوه درس دادنش. من ریاضی مثلا تو کنکور سراسری خوب خونده بودم، اومدم اینجا مثلا دیدم خوبه مثلا این، ولی یکی دیگه شاید حال نکنه. بستگی داره دیگه، خیلی تحقیق کنید. اینا رو پیشنهادیای منه. داده الگو وقت هست بخونیم بدون پایه تغییر رشته‌ای برای این کنکور؟ آره چرا که نه، بخونید خیلی خوبه. الگوریتمو نمیدونم، من ساختمون داده رو تایید میکنم، الگوریتمو نمیدونم چون خودم هیچ الگوریتم بلد نیستم، ولی درس راحتیه بچه‌ها میگفتن. مهندسی نرم افزار درس بعدی ضریب 4مونه که بچه‌ها دوره مهندسی نرم افزار 1 تومن روی سایت اینجا هست، ولی نیازی نیست دوره بخرید. من نظرم درس کاملا حفظیه، انگار تاریخ معاصر داری میخونی و مهندسی نرم افزار جزوه‌شو میشه خرید. این یکم عجیبه، این جزوه 200,000 تومان روی سایت، بعد خود چنل بابان توی تلگرام بری رایگان پی دی افشو گذاشته، یعنی نیازی هم نیست اینجا بخرید، برید اونجا سرچ بزنید فایل پی دی افشو پیدا میکنید. اگه که خواستید پرینت بگیرید، نمیدونم چه جوری قوانین تالیفش و اینا، شاید پرینت رو اجازه نداده، نمیدونم چیه، ولی کتابش هم میتونید بخرید. کتابش همین جزوه است، کتابش رو میتونید بخرید، واقعا این خوبه. من اینو نداشتم، جزوهشو رایگان دانلود کرده بودم از اونجا، کتابو مثلا نخریده بودم، ولی این کتابو رفتم خریدم و یکم
پوشش بهتری داشت. نقدلی زنجانی نوشته، دکتر نقدلی زنجانی، ولی پیدا نمیشه تو بازار. کل انقلاب تهران من زیرو کردم تا اینو پیدا کنم. کسی پیشنهادی داره؟ من مدرسان گرفتم پایگاه داده و طراحی الگوریتم و مؤلف دکتر ظهیری استاد دانشگاه تربیت مدرس. نمیدونم، هیچ پیش زمینه‌ای ندارم ایشون. خوندن جزوه چقدر زمان میبره؟ نزدیک 500 صفحه است فکر کنم امیر حسین. ولی مثلا تویی که برنامه‌نویسی کار کردی یا بچهای دیگه که یه خورده پیش زمینه داشته باشن خیلی درس راحتیه، یعنی هیچی نداره، همش حفظیه. بعد اکثرا در مورد فرق چرخه‌های نرم افزار و اینا صحبت میکنه. اصلا چی کار میکنیم وقتی یک پروژه نرم افزاری میگیریم؟ اولش با مشتری صحبت میکنیم، انواع راهحل‌های صحبت کردن با مشتری و اینا، بعد میره سراغ طراحی، بعد میره سراغ کدزنی، بعد آخر میره سراغ تست. اینکه نرم افزار رو حالا ساختیم یه تستی ازش بگیریم، انواع تست رو میگه، تست دود، تست فشار، تست فلان و این حرفا. بعد میره سراغ استقرار، حالا که نرم افزار رو تست گرفتیم بریم دیپلویش کنیم. بعد از اون دیگه کلا میره سراغ مدیریت پروژه. میگه که مثلا پروژه نرم افزاری گرفتیم، مثلا چجوری زمانبندیش کنیم، تو این یه ماه کیا رو بذاریم بالا سرش کار کنه و این حرفا. همش حفظیه. محاسبات یه فصل 6 نداره که در مورد اینه که مثلا تخمین بزنیم پروژه کی میرسه کی نمیرسه، که اصلا تستای اون دیگه چند سال تو آیتی نیومده، یعنی اصلا نمیخواد محاسباتش هم وقت بذارید. این کتابو واقعا پیشنهاد میکنم، مثل زبان میتونید آخر شبا بخونید. درس باحالیه. اگه که کنکور کامپیوتر دارید میخواید نرم افزار اینم بخونید برای کنکور آیتی، پیشنهاد میکنم زیاد اهمیت بشنید آخرش بخونید. ولی من چون خیلی روی این درس بسته بودم، ببینید از این ضریب 4 من گسسته رو داشتم یکی در میون میخوندم. ساختمان الگوریتم حذف کرده بودم، گرچه حالا 2-3 تا تست ساختمان زدم امسال، ولی تمرکزم روی این دوتا بود. از هر کدوم گفتم 6 تا تست میاد دیگه، 6 تا 12 تا تست، 12 تقسیم بر 30 ضرب در 100 کنید ببینید چند درصد میشه. شما نزدیک 30% این باکس رو بزنید تهران میارید. و من اینو 31 زدم این باکس رو، اینکی هم 50 زدم، اینم 0، زبانم 24 فکر کنم، کارنامه‌ام نشونتون میدم. خلاصه که این دوتا درس خوبن. نرم افزار هر کی که برنامه‌نویسی کار کرده نظرم ردیفه، ولی اون جزوه رو بخونید یا این کتابو بخرید، چیز خوبیه. نمیخواد دوره تهیه کنید، اصلا نمیارزه درس حفظی رو به نظرم بشینید نگاه کنید ببینید چی داره میگه اینا. من ضبط و لحظه نگاه کنم، آره ردیفه. کدوم فصلاش مهمتره؟ مدیریت پروژه آخراش، اسکرام و اجایل و چه جوری چیز کنیم و یا آزمون نرم افزار، همون تست و اینا رو دارم میگم. پایینتر بیایم، چرخه های نرم افزار، انواع مثلا رد و دیگه آبشاری و چیا بود دیگه یادم نمیاد. آره همون فصل اولم بعضیش مهمه ولی آخریا خیلی مهمتر. دوره خلیفه رو من 2 سال پیش دوره نرم افزار دکتر خلیفه رو خریدم، اون خیلی ارزون بود، نمیدونم 100,000 تومان بود 200,000 تومان بود، خریدم. ولی چون استاد ما خیلی مهندسی نرم افزار خوب درس داده بود تو کنکور، این به درد من نخورد. یعنی ببخشید توی دانشگاه اینقدر خوب درس داده این به درد من نخورد. یعنی نگاهی انداختم دیدم همش بچگانه است، یعنی انگار واسه کسی توضیح میده که اصلا مهندسی نرم افزار سر در نمیاره، تا حالا برنامه‌نویسی کار نکرده، شی‌گرایی اصلا سر در نمیاره، چون نصف کتابم شی‌گراییه. و مثلا یو ام ال و اینا دیگه، نمودارهای یو ام ال و اینا میاد، یوز کیس، اکتیویتی دیاگرام، سیکونس دیاگرام، کلاس دیاگرام، همه اینا. و به نظرم اون بیشتر برای کسی که هیچ کاری نکرده. اگه شما سر کار حوزه برنامه‌نویسی میرید به نظرم نیازی نیست دوره فیلمی ببینید، همینو بخونید کافیه. کتاب خیلی خوبیه. بریم سراغ شبکه. از باکس ضریب 4 و پرارزش آیتی شبکه موند که من این دوره رو تهیه کردم. دوره آقای کمایی میکرو پارسال 350 بود. یادم آقای خانی میگفت اندازه پول پیتزا بدید اندازه شبکه‌تون رو قشنگ ببندید و من اینو گرفتم. شبکه درس خوبی بود، خیلی کمکم کرد. ولی بازم کتاب خود کروز هست، یوتیوبش هست، میتونید نگاه کنید، ولی تست که حل نمیکنن. ولی خب دوره های فارسی خوبیش اینه که تست حل میکنن. من یه سری رفیق دارم از این گیک های کامپیوترن، از این کل دانشگاه هم نشستن کتابای انگلیسی خوندن، از این نظر میگن دوره خریدن اشتباهه. پولشو دارن ولی مثلا سر چیز مالیش نمیگن مثلا دوره خریدن اشتباهه. ولی خب دوره فارسی این تضمین رو به شما میده که طرف نشسته کنکورا رو همه رو در آورده، با تیپ سوال آشناه. این خوبه. و خوبی دوره فارسی اینه که هر چندم آدم خفنی باشید، این خوبه که تو نمیخواد دیگه بشینی کنکور دفترچه کنکورات خیلی بررسی کنی، نکته در بیاری، تیپ سوال در بیاری، بدونی مثلا این نوع سوال از این فصل زیاد در میاد. مثلا الان از من میپرسی نرم افزار کدوم فصلش تست زیاد میاد، خب من اینقدر دفترچه دیدم، اینقدر حل کردم، میدونم که مثلا مدیریت پروژه اینا بودجه بندیش زیادتره. البته بودجه بندی رو اینترنت زیاده، میتونید نموداراشو ببینید. ولی خوبی دوره فارسی اینه که ایشون مثلا رفته در آورده، میدونه چند سال کنکور داده و این حرفا، دیگه کارو واسط راحت میمونه. در عرض 30-40 ساعت شبکه رو جمع کنی واقعا خیلی خوبه.
اصول مبانی مدیریت کسی نمیخونه، ولی یک کانالی هست توی آپارات مال مهندس میرزاییه، اسم مؤسسش هم تندباد کنکوره. اگه توی گوگل سرچ کنید تندباد کنکور میارتش. توی چنل آپاراتشون از هر دری که بگی ویدیو دارن، باید قسمت مدیریتش رو پیدا کنید. برای مهندسی نرم افزار هم دارن و خوب توضیح میدن، منتها یکم پخش و پلای، اصلا پلیلیست نداره. یعنی باید یه کنترل اف بزنی بنویسی مدیریت تا همه ویدیوهای مدیریت رو پیدا کنی. ولی میتونید دوره مدیریتشون هم بخرید، 500 تومنه. ولی من پیشنهاد نمیکنم کسی برای آیتی مدیریت بخونه. ضریبش هم یکه. از این بریم سراغ باکس ضریب 2، درسای تخصصی مهممون. پایگاه داده همه پیشنهاد میدن دوره دکتر خلیفه رو بگیرید. خودم هم 2 سال پیش خریدم ولی پارسال دیگه نگاهی بهش نکردم. 2 سال پیش استفاده کردم ولی نگاه کردم دیدم هر چی که استاد خودمون درس میده رو من بلدم. از این ور من خب 2 سال تی دیتابیس بودم، به دردم نخورد. و دوره دکتر صنعتی واقعا حرف نداره. توی آپارات میتونید تهیه کنید ببینید، رایگانه. حس حل نمیکنه ولی انقدر با مفاهیم پایگاه داده آشنا میشید که دیگه چیزی کم نمیاد. بچه‌هایی که کنکور کارشناسی، کنکور مهندسی کامپیوتر هم خونده بودن ازشون میپرسیدم، بچه‌هایی که تهران قبول شدن میگفتن ما همین دوره رو دیدیم، دیگه دوره تهیه نکردیم. من دوره دکتر خلیفه رو تهیه کردم، اون سال نگاهی کردم دیدم که اولا اینکه مجددا خیلی پیش پا افتاده برای کسایی که اصلا پایگاه داده بلد نیستن. یعنی من هی روی سرعت 3.14 3.7 اینا نگاه می‌کردم، از این موقع خیلی می‌بردم بالا. بعد دیگه دیدم اشتباه گرفتم دیگه، مثلا این دوره هستش. ولی خب از نظر تست خوب بود. از این ور جزوه پایگاه دادم، مثل همین جزوه‌ای که نشونتون دادم، جزوه پایگاه دادم ایشون دارن که بازم فکر کنم رایگانش رو چنلش هست، نمیدونم، ولی نرم افزارش بود نمیدونم، ولی کتابش هم همونه، همون جزوه است، کتابش هم میتونید تهیه کنید. برای هوش هم من هوش مصنوعی آقای انصاری رو داشتم، اینم دوباره حالا 900 و اینا. اینو کاش آیدی تلگرامشون رو اینجا میذاشتم، میتونم حالا هر کی خواست براش بفرستم. میتونید بهش پیام بدید، نزدیک 400 500 تومن بهتون تخفیف میده. یعنی از سایت نخرید، از تلگرام به خودشون پیام بدید، کارت به کارت کنید و اینا. دوره خوبیه، برای هوش حرف نداره. اینجا کسی دوره دیگه ای از هوش میتونه پیشنهاد بده؟ دوره دیگه دوره استاد درفشه است از مجموعه دکتر یوسفی فکر کنم، من نمیشناسم، تجربه ندارم، نمیدونم. آقای گیلک هوش هم دارن؟ راست میگین، آره. به درد نمیخوره. امیر حسین کدومو میگه به درد نمیخوره؟ آها، مال آقای درفشه به درد نمیخوره. خب باز تو دیدی خوبه میگی. آقای گیلک همه چی دارن، دمشون گرم. میمونه از باکس آخر سیستم عامل که واقعا نمیدونم، من نخوندم ولی خب با اینکه از 6 تا تستش 3 تاشو زدم ولی نمیدونم سیستم عامل چی به چیه، باید چیکار کنیم. تا اینجا حرفی سخنی هست دیگه، بریم سراغ دانشگاه امیرکبیر. با چی خوندم سیستم عامل؟ سیستم عامل اون چیزا رو یادم بود، اون برنامه ریزی های سی پی یو بود که اول این پروسس بیاد توی سی پی یو بعد پروسس بعدی بیاد و این حرفا، همونا رو خوندم. یه دونم ویدیوی فورک بود از دکتر خلیفه روی اینترنت که گذاشته بود رایگان، گفته بود از این سوال فورک ممکنه یه سوال بیاد. من اونو خوندم، بعد دیدم از فورک سوال اومد، رفتم زدمش. کدوم درس‌ها رو کلا بخونیم؟ بذارید بیام روی من اول اینکه ضریب 4 رو پوشش بدید، بعد ضریب 2، بعد این دوتا. و من تمرکزم روی نرم افزار و شبکه بود، ولی خب خیلی خیلی ممکنه که مطالبی که شما میخونید و مثلا از اون مبحثی که مسلطید سوال نیاد. مبحث درس ها مثلا نرم افزار ممکنه تمام تلاشت گذاشتی رو مدیریت شبکه، ولی امسال هم مدیریت شبکه میگم، مدیریت پروژه، بعد امسال هم مدیریت پروژه سوال نیاد. این اتفاق میفته. مثلا دوستان تو کنکور امسال ضرب فنی شدن، معمولا بچه‌ها جبر رابطه و این چی میذارو نمیخونن و بیشترشون برنامه نویس و اینا، میان مثلا اس کیو ال میخونن، میگن خب پایگاه داده رو جمع کردیم. امسال به طرز عجیبی تو کنکور آیتی اصلا تست اس کیو ال نیومد، خیلی عجیب بود. ممکنه این اتفاق بیفته، ما چون نمیدونیم پیش بینیش کنیم دیگه بسم الله همشو میخونیم. ولی من نرم افزار و شبکه رو خوندم، اما به این امید که ممکنه یه موقع تستی بیاد که یهویی من نتونم بزنمش، درصدم کم شه، واسه همین گسسته یه نگاهی انداختم. ساختمون داده طراحی الگوریتمم، طراحی الگوریتم کلا حذف، ساختمون دادم. یه چند تا سوال از دانیال پرسیدم، گفتم کدوم فصل رو بخونم، دستش درد نکنه بهم گفت و اینا، یه نگاهی انداختم و
یه در حد کیو استک و مرتبه‌های زمانی و اینا از اوایل ساختمون داد خوندم، نرفتم سراغش. ولی شما اگه کنکور کامپیوتر رو داری میخونی، از این ورم میخوای آیتی رو به عنوان بکاپ بدی، نونت تو روغن. یعنی ساختمون داره که اونور داری مشتی میخونی، یا اینور ساختمون الگوریتم این کنکور هم میخونی، یه گسسته و نرم افزار و شبکه هم یه خورده بزنی تنگش، دیگه قشنگ خیلی رتبت بالا میاد. الان بهتون اگه وقت باشه من دفترچه کنکور نشون میدم، ببخشید قبولی‌های پارسال نشون میدم، ببینید که کیا با چه رتبه قبول شدن. سیستم عامل رو گفتید هیچی. خب جوش چطوره نسبت به دانشگاه خودمون؟ جوش اولا اینکه چون رفتی دانشگاه جدید همه چی ریست شده، هیچ کیو نمیشناسی، خودتی و خودت، انگار تازه دبیرستان اومدی دانشگاه. بعد باید کانکشن ها رو بسازی. خوابگاه خوبه، من چون دیر اومدم خوابگاه 10 نفره گرفتم، ولی کسایی که زود اومده بودن 4 نفره 6 نفره گرفتن. به سیگار گیر نمیدن مثل دانشگاه خودمون اونقدی، میری جلوی در میکشی. بعد شلوغ بلوغ نمیکنن، همه دانشگاه همه یه خوابگاه 3 تا بلوک با هم دیگه ارشدن، بچه کارشناسی نیستن مثلا سر صداشون زیاد باشه اینا. بعد سالن مطالعه به شدت پره، همه دارن تحقیق و توسعه میکنن توی سالن مطالعه دیگه. دیر برسی یا برای نمازخونه یا تو اتاق خودتون. من یه میز با خودم بردم خوابگاه، قشنگ خوابگاه رو کردم اتاق مطالعه. خود رفاهیش، غذاهاش اینا خوبه، شاماش افتضاحه، ولی خب خوبیش اینه که تا سلف نمیریم شام بخوریم، شامو میارن دم خوابگاه، تو خوابگاه میگیریم دیگه. استخر رو این چی میزا داره، خیلی میزونه، بچه‌ها میرن دیگه. چیشو بگم، کتابخونه و ایناش هم سالن مطالعه ایناش خوبه، از یه نظر که دانشگاهی که مجتمعه خوبه. مثلا ما میخواستیم بریم خیلی جا، مثلا خب ساختمون مرکزی نیم ساعتی باید تو بوالی پیاده روی میکردی، اینجا همه چی کنار هم دیگه است، از این نظر خیلی خوبه. البته دانشکده ما دانشکده صنایع است، بیرون راه داره، ولی خب میایم تو دانشگاه رد میشیم دیگه. سوال دیگه دارید بگید. خوابگاهش نسبت به قدیر ترتمیزتره. خوابگاه قدیر که به نظر من نه، ولی تو آمارا فکر کنم بود که بهترین خوابگاه، یکی از بهترین خوابگاه‌های کشوره، هم معماریش خوبه هم میزون همه چی و اینا. ولی اینجا معماریش خوبه ولی چیزه اینجوریه که یه خوابگاه گرفتن، بعد دیدن کم آوردن، سوراخ کردن به ساختمون بغلی، در باز کردن ساختمون بغلی خریدن خوابگاه کردن. چیزا باحالیه ولی خوبه به نظرم. از خوابگاه من هیچ مشکلی نمیبینم. حمومش بیرون آدم یخ میکنه. برای خرید نه دیگه، مرکز تهران دیگه. الان اتفاقا میخوام چیزشو براتون بیارم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا پلی تکنیک تهران هم بهش میگن. این وسط اینجا پل حافظه و طالقانی و اینا بغلشه، خیلی مرکز شهر، همه چی هست دیگه، تئاتر شهر و اینا هم بغلشه، قشنگ مترو هستش، بی آر تی هستش، دسترسی به همه چی داریم. مثلا این کوچه اینجا رو تقارن بزنی اینور، ما که تو عکس نیست، ما خوابگاهمون اینوره، یعنی یه 5 دقیقه بعد پیاده بیایم تو دانشگاهیم. چیز خاصی نداره، جام کتابخونه داره و اینا. و خوبیش اینه که نزدیکه دیگه، روی منطقه تهران اینجاه. یه بدبختی که واسه ما ایجاد کرده، باید هر موقع می‌خوایم بیایم باید تر ترافیک بخریم، روزی 200 تومن پول بدیم. من مجبورم شبا ماشینو بیارم تو، از این مشکلات داره. بعد این کلا محوطه دانشگاه همین یه ذره، بقیه جاش نه. ما مثلا اینجا دانشگاه دارم، مهندسی کامپیوتر اینجا و اینا. از نظر دسترسی واسهتون آوردم که دیگه وسط شهر تهران دیگه، یعنی دسترسی به مترو داری، متروی آبی رو میگیری میری بالا، مترو اینجا انقلابه. و این منطقه قهوه‌ای هم کلا همین تر ترافیکه، مجبوری حالا کسایی که ماشین بخوام بیارن یه موقعی مثلا شب بیارن داخل، یا اینکه تر بخرن و اینا. دسترسی به همه چی هست. صبحونه‌هاش هم اینجوریه که مثلا 100 تومن شارژ میکنی، 200 تومن، 100 تومن شارژ میکنی، 300,000 تومن میتونی خرید کنی از دانشگاه. یه دیلی مارکت داره، میتونی بری هر چی خواستی صبحونه برداری. صبحونه مثل خودمون فیکس نیست، سلف مکمل و اینا هم داره. سوال آموزشی اینا دارید بگید، همش از امکاناتش اینا میگم. جاشو واسه این گذاشتم که بچه‌هایی که میخوان کار کنن، چون همه میان کار کنن دیگه، اکثرا دانشجو سر کارن، مثلا میخوان کار کنن، از این نظر بدونن که جاش خوبه، یعنی سریع به سر کارت میرسی هر جا باشه. اگه سر کارت مثلا طرف دانشگاه شریف و اون مجتمع چی آزادیه، مرکز نوآوری آزادی هم چیزی، کلی شرکت اونجا مستقره، اونجا بتونی کارگیر بیاری با استارتاپ‌ها که قشنگ این خط زرد رو میگیری مستقیم میری آزادی. ولی اگه بخوای طرفای ونک و اینا شرکت‌های نرم افزاری کارگیر بیاری، یه خورده شاید مثلا دیرتر برسی، ولی بازم راهش هستش دیگه، مترو و اینا همه چی هست.
برای خرید مشکل نداشتید؟ نه ردیفه. به به آقای بابایان هم اومدن. آقای بابایان داریم در مورد دانشگاه امیرکبیر صحبت می‌کنیم، نظری ندارین؟ این بغل هم بچه‌ها دانشگاه تهران دیگه، این یه ذره پردیس پایینشه، فنیام بالا، اینا ادبیات و مدیریت و این چیزاش این پایینه و همین تا به اینجا. سوالی دارید بگید من برم بعدی. بچهای کلاسمون تا به اینجا کلا چند دستم، مثلا خودم فکر میکردم هر کی اینجا قبول میشه خیلی نخبه است. الان که نگاه میکنم بچه‌ها اکثرا اونایی که سر کارن یه خورده بیخیالن. حالا من سر کار نیستم ولی من جزو دسته اولم. بعد مورد دوم کسایی هستن که مشتاق مهاجرتن، فقط هر جور شده ببندم و برم. یه سری هم مثلا فقط درس میخونن نمیخوانن برن، بعد هیچ ارتباطی هم با بازار کار ندارن. واقعا نمیدونم اینا میخوان چی کار کنن. یه قشر عجیبی هم داریم، هیچ علاقه هم به بازار کار ندارن. احتمالاً میخوان استاد دانشگاه بشن و اینجا همینا و اینا. همچین دسته هایی داریم. به شغل ما تا اینجا کاری نداشتن. یعنی من پرسیدم بچه‌ها اصلا سر کلاس خود استاد پرسیدم. من یه رفیقی داشتم دانشگاه تهران متالورژی میخونه، بهش گفتم، گفت اصلا مثلا عنوان نکنی که سر کار میری و اینا، ممکنه که مثلا استاد با لج بیفته و اینا، ولی اینجا کسی کاری به کارمون نداشت. سر کلاس از استادمونم پرسیدیم، گفت فقط سعی کنید فول تایم نرید که بتونی کلاس رو بیای، بتونی بفهمی. کلاس هم هیچ کدوم حضور غیاب نداره، یعنی همش هم ضبط میشه، توی کورسز قرار میگیره، میتونی بعداً بیای ویدیویشو ببینی. از این بابت هم مشکلی نیست. الان من یکی از درس‌ها رو فکر کنم کلا 3 جلسه رفتم، بقیه‌اش همش ضبط شده، نگاه کنم. گیر به این چیزا نمیدن. بچه‌ها اکثرا سر کارن. یکی از بچه‌هامون بانک، یکی ادارات، یکی خودش شرکت داره، یکی سنش بالای 40 50 سالشه مثلا استارتاپ داره، یکی فلان و اینا، همه سر کارن و کسی گیر نمیاد اونقدی بیکار باشه. من اینکه بچه‌ای که میخوان اپلای کنن از نظر مالی مشکل ندارن، مثلا میخوان سر کار برن اینا، ولی آگهی‌های استخدام تهران رو میتونید اگه کنکور رو دادین تمام شد دیگه شروع کنید به دیدن و رزومه بفرستین و اینا تا مهر ان شاءالله بتونید سر کار برید. مثلا چه درسایی ما میخونیم تو آیتی؟ گرایش‌های آیتی امیرکبیر دو تا، یکی آیتی بدون گرایشه که اصطلاحاً بهش میگیم آیتی، یکی هم آیتی تجارت الکترونیکه. آیتی بدون گرایش داریم، آیتی تجارت الکترونیک. آیتی بدون گرایش که من قبول شدم سختیش بیشتره نسبت به آیتی تجارت، یعنی مثلا ممکنه 50 رتبه تا 50 مثلا آیتی بدون گرایش بگیره، بعد از اون تجارت ها رو بگیرن و بچه‌ها بیشتر همینو میذارن، چون یه کمی بچه‌ها هم گفتم به عنوان بکاپ مهندسی نرم افزار ممکنه استفاده کنن ازش. بکاپ مهندسی کامپیوتر یعنی بیان بخوان آیتی بدون گرایش برن، گرایش هوش رو انتخاب کنن و اینا. مثلا البته گرایش هوش ما نداریم تو آیتی، ولی 4 تا گرایش به ما دادن که الان تو اسلایدهای بعدی هست. آیتی بدون گرایش یعنی بیا تو دانشگاه گرایش انتخاب کن. تجارت الکترونیک یعنی گرایشت فیکسه دیگه. کسایی که میخوان کلا مدیریتی و بازار و مارکتینگ و برندینگ و این چیزا یه موقعی کار کنن، مثلا استادش هم اینجا هست حتی برندینگ کار میکنه و اینا، بهتره که کلا فاز حال و هوای مدیریت دارین همون تجارت الکترونیک بردارین از اول، که دیگه نیاین اینجا استاد مدیریت بهتون ندن، مجبورتون کنه از اینی که بردارید. بریم ببینیم چی به چیه. 32 واحد درس، 12 تاش اصلیه، 12 تا تخصصیه، 8 تاش سمینار پایان نامه است که 12 تا اصلیه بین مایی که بدون گرایشیم و تجارت الکترونیک مشترکه. تخصصی ها الان میگم که کدوم فرق میکنه، چون حساب کنید ما 4 تا گرایشیم که میتونیم یکیش انتخاب کنیم، از این ورم این تجارت الکترونیکه، پس 5 تا گرایش میشه که 5 تا درس تخصصی باکس داریم که انتخاب بشه. بعد دیگه سمینار پایان نامه است که میگم سمینار رو اینجا به ما ترم 1 دادن، جای دیگه ممکنه ترم 3 بدن، پایان نامه هم سال بعد ان شاء الله. بریم سراغ دروس اصلی. این مشترکا رو میخوام بگم که بین همه چیزهای آیتی مشترکه. حالا این سمینار پایان نامه اینا هیچی، یه نگاهی به اینا بندازید میتونید درساشو تقریبا در بیارید. ببینید امنیت سایبری داریم که اینتر من دارم، داده‌کاوی داریم، کارآفرینی، پایگاه داده پیشرفته اکثرا همه برمی‌دارن، پردازش داده‌های حجیم، معماری سازمانی فناوری اطلاعات، معماری سازمانی فکر کنم بیشتر سمت اچ آر و اینا باشه، مدیریت و بازمهندسی که من این ترم دارمش، در مورد بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار بیشتر مدیریتیه، این که مثلا من یه کاری انجام میدم میسپارم یه نفر دیگه، مثلا فرآیند انتخابات چجوریه، شما میذارید مسئول آموزش میزنه، استاد راهنما میزنه و این حرفا. این فرآیندا رو یکم اصلاح میکنیم تو حوزه آیتی که بهتر در بیان. و یه درس عجیب و غریب عمومی هم این وسط داریم، مبانی اخلاق در آیتی، که نمیدونم چی به چیه ولی درس عجیبه بچه‌ها برداشته بودن. میریم سراغ تخصصی‌ها که گفتم تخصصی هر گرایش متفاوته. دروس تخصصی بسته اینترنت اشیا داریم که الان بسته منم تو این یه ماه که استادامو مشخص کردم فیکس شد، بسته من شد این و من الان باید
تو این بسته درس بردارم. البته من اصلا قرار نیست آیوتی کار کنم، منتها درسایی که برام دارم دیگه ایناست. یعنی امیرکبیر چیز نداره آیتیش، مثلا گرایش مثلا هوش ندارم برام هوش کار کنم. این بسته رو گذاشتن برام، میتونی اینو برداری. من دیگه اینو برداشتم. فوقش میرم مثلا یادگیری ماشین و رایانه شهر توضیح شده 4 تا دیگه 4 تا درس کنن اینجا برمی‌دارم، ولی خب اصلا ربطی نداره که تزی که واسه ارشد پایان نامه‌ای که میدیم مربوط به اینا باشه. ممکنه درس تو یه چیز دیگه برداری، همش ربط به استاد راهنما داره. بسته امنیت هم دارن، الان میرسیم بعدی. یه نگاهی به درس‌ها بندازید، بیشتر ربط به اینترنت اشیا داره. همه کسایی که می‌خواستن تو اینجا هوش یا نرم افزار کار کنن، مثلا من که می‌خواستم سمت نرم افزار کار کنم، این بسته رو برداشتن و استادی انتخاب کردن که تو این بسته مثلا فعالیت داره، مثلا استادای هوش، استادای نرم افزار، استادای همینا دیگه. آره. بعد دسته بعدی مربوط به بانکداری و ایناه که میره سمت تجارت بین الملل. ببینید یه سری چیزای مالی داره، بانکداری، سیستم‌های پرداخت. کسایی که می‌خواستن بلاک چین هم کار کنن اومدن آیتی، مثلا این بسته میتونه براشون خوب باشه. ولی من دیدم مثلا از حسابداری اونا سر در نمیارم، اینو خداحافظی کردیم. باکس بعدی که مثلا آیتی ها میتونن بردارن سیستم‌های حمل و نقل، که مثلا ترافیک شهری رو چجوری با هوش مصنوعی کنترل کنیم و این چیزا، اینا هستش. استادا دارن کار میکنن، خیلی هم به صنعت وصلن. کسایی که رفتن این باکس رو برداشتن قشنگ مستقیم وصلن به صنعت تهران و میتونن ارتباط با صنعت بگیرن برن سر کار. استاد معرفی کنه. به هر حال بعضی از استادام که اینجا اصلا استارتاپ دارن و شرکت دارن و اینا، و این یه خورده کم طرفدارتره. بعدی امنیته که نگاه کنید، هوشمندی امنیت سایبری نمیدونم اون چیه چی خونده میشه. آره، امنیت سایبری پیشرفته، نبرد سایبری و اینا. بعد همه اینا هستش. من امنیت سایبری رو برداشتم، ولی خب جزء دروس اصلی مونه، نه تخصصی این باکس. میره بعدی که میشه گرایش تجارت الکترونیک. فقط میتونه اینو برداره کسی که توی دفترچه انتخاب رشته گرایش تجارت الکترونیک رو زدن، اونی که یار نزدن. میبینید که بیشتر مدیریتیه دیگه، ارتباط با مشتری، مارکتینگ، هوشمندی کسب و کار. کسایی که میان توی تجارت الکترونیک صرفا نمیرن مدیرشن، مثلا میتونی تحلیل داده کار کنی، مثلا بیزینس اینتلیجنس کار کنی، بی آی، مثلا داده‌های کسب و کار رو بررسی کنی و این حرفا میشه چیز کرد. البته یه چیزم بگم، کسایی که رتبهشون مثلا نزدیک 80 90 بوده تو آیتی، نتونستن آیتی قبول شدن، آیتی تجارت امیرکبیر قبول شدن، بازم مثلا بعضیا هستن که علاقه دارن هوش و اینا کار کنن، همین بسته رو برداشتن اجباراً. ولی خب رفتن با یه استادی براشون گفتن یه ظرفیت نیم با یه استاد دیگه بهم بده که مثلا استاد راهنمام هوش کار کنه و اینا، مثلا دوست داشته هوش کار کنه. مثلا میگم یه خورده این حوزه با توجه به ترند بودنش داغه دیگه. بریم سراغ وبسایت CS Hub که من دوست دارم اینم بهتون توضیح بدم و بعدش دیگه شما رو به خیر و ما رو به سلامت. سوالی دارید بپرسید از خود امیرکبیر و اینا. این از سایت CS Hub. سوال داشته باشید من اونور میبینم و توی چت هستش. صدای من میاد دیگه؟ مهدی رتبه 26 از دانشگاه خودمونه، بقیه رو نمیشناسم. خب صدا میاد که عالی. توی کنکور کامپیوتر یا آیتی اگه بیاین میتونید اینا رو ببینید و کارنامه ها رو گذاشتن. دفترچه سوالا رو میتونید دانلود کنید، مثلا همه دفترچه سوالا رو دانلود کنید. من همه سوالا رو سیستمم دارم، همه رو بررسی کردم، تقریبا حفظم. مثلا میتونم بگم کنکور سال 1400 آیتی ای آر نداشت، برید نگاه کنید میبینید پایگذاریش ای آر نداشت. انقدر دیگه نگاه کردم دیگه میدونم چی به چیه. کارنامه‌های قبولی رو خیلی نگاه کنید. من رفتم سر جلسه کنکور، میگم آخرین نفر از جلسه پا شدم ولی خب دیگه میدونستم تهرانو میارم، چون تعداد تستای نرم افزار و شبکه‌ای که زده بودم دستم بود. لینک تلگرام از خودم بدم میذارم، چشم. آره رفته بودم سر بچه‌ای که آیدی منو مینویسه. آره بعد رفته بودم سر جلسه، تقریبا میدونستم تهرانو میارم. از چه نظر؟ از اینکه انقدر من اینجا گشته بودم میدونستم که چقدر باید بزنی که تهرانو بیاری. میذارم رو 403 سهمیه 0%، میذارم همه رو نشون بده. ببینید این خط تیرایی که میگفتم همینه، یعنی میبینی که طرف رتبه 2 آیتی، 3 آیتی، 4، 5 اصلا نیست. چرا؟ چون رفته از سمت کامپیوتر قبول شده. و آیتی مثلا نگاه کنید، رتبه 6 آیتی که دانشگاه تهران آورده معدلش 19 بوده، زبان 57 زده. اون باکسی که نشونتون دادم از اولش دارم میگم ضریب 4 انقدر مهمه، 28 زده و 35. حالا یکم معدلش بالا بوده ها، ولی نگاه کنید که چقدر مثلا درصدا پایین و افتضاحه. بذارید پایین‌تر بیام.
چند رسانه‌ای که برای شما حذف شد دیگه نیستش. طرف چقدر زده؟ رتبه 23 شده، 66 زبان زده، 16 زده، 45 زده، 66 ضریب 4 و 16 زده، خیلی پایین زده. ولی حالا اینو 45 زده. من خودم اینو 31 زدم، اینو 50 زدم، اینم 0، زبانم 24 زدم، معدلم هم همینه تقریبا. معدلم یه چیزی بگم، حالا بچه‌ای که بوعلی هستید، معدلتون، من معدلم 15 بود شد 16 و نیم، 1 و نیم نمره تقریبا ضریب میخوره. دانشگاه‌های دیگه باز ضریب دانشگاهتون در بیارید. سامانه‌های شبکه‌ای دانشگاه تهران آورده رتبه 42، زبان خیلی زده، دمش گرم. این ورا 20 زده. اصول مبانی مدیریت وقتی اینجوری میشه، اینجوری روند نمیشه، یعنی که چیز زده، یه منفی زده، احتمالاً کم شده که این شکلی شده. نه ببخشید، چند تا سواله؟ 20 تا سوال بود، هر تستش 5% میارزه. آره یه منفی زده، 3 تا تست احتمالاً اشتباه زده، یه تست رو برداشته، یا اینکه نه یه تست اشتباه زده احتمالاً. بعد اینجا 36 دوباره اون باکس آخر رو زده. یه بیاید پایینتر همه رو نگاه کنید دیگه. مثلا ببینید یکی از دانشگاه‌هایی که معمولا کسایی که دیگه آخر خطن دیگه قبول نمیشن، هیچ دانشگاهی تو تهران خواجه نصیرم نمیارن میزنن دیگه، همین انقلاب اسلامیه که چیزام داره، مصاحبه هم داره مثلا برای قبول شدن. یکی از بچه‌های امسال مثلا قبول شده بود. بعد خوابگاه و اینا تهران حداقل میگیرید تهران میمونید، اینش خوبه. و این نگاه کنید 2 تا رتبه اعلام کرده، یه دونه رتبهش برای رتبه اصلی که آیتی ها قبول میشن، این یکی مال آیتی زیرگروه 2 که میشه واسه کسایی که میخوان آیتی چیز کار کنن، آیتی پزشکی، درساتون سمت زیست و اینا میره. خب من یه لحظه باز کنم بیارم نشونتون بدم دفتر 4 رو. خب تا به اینجا کسی با سوال داره بپرسه. طبق ضریب دانشگاه معدل چقدر تاثیر داره؟ همون قدری که گفتم مال بوعلی اون بود، نمیدونم باقی بچه دانشگاه ها رو. من این تسک بارم چرا سفید شد؟ خب بذار اینو بیارم پایین. نه هنوز همراهتون هستیم. خب این سی ای و آی تی و دفتر 4 رو آورده بودم نشونتون بدم، حالا فرصت نمیشه، صرفا می‌خواستم فرقشون رو یکم نشونتون بدم. ببینید 20 تا تست مدیریت حفظی میاد، کاملا حفظیه. البته یکی از بچه‌ها رفته بود نزدیک 6 تا تست اینو زده بود بدون اینکه اصلا درسی خونده باشه، ولی نمیشه. اون حالا یه خورده مدیریتی قوی بود. مثلا ببینید سبک بصیرت از قطب‌های مدیریت بیشتر شبیه چیه، مثلا اینو تا نخونده باشی نمیتونی بزنی. مثلا اینو شاید بتونی بزنی. مثلا مذاکره کننده و مهارت کننده آشوب شاید مثلا فردیه که میان فردی قویه، فکر کنم، نمیدونم. پایگاه داده و ایناش خیلی راحت میاد. مثلا ببینید از اسید سوال داده، خیلی راحت بوده. ولی مثلا همین نگاه کنید سوالای پایگاه داده آیتی رو، بریم پایگاه داده کامپیوتر رو لحظه نگاه کنیم. نگاه کنید مثلا از SQL شروع میشه، نرمال سازی و اینا دادن، یه خورده سخت‌تره دیگه. خلاصه آره من دفترچه ثبت نام 405 که امسال منتشر شده رو براتون بیارم، مثلا آیتی و کامپیوتر رو یه مقایسه براتون بزنم. شانسی علوم کامپیوتر هم اومد. ببینید علوم کامپیوتر درساش چیه؟ ماتریس، جبر خطی، آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی، ساختمون داده، خیلی تئوریکه و اینا رو میشه قبول شد. بیام پایینتر گروه مهندسی آیتی رو براتون پیدا کنم. مهندسی فناوری اطلاعات پارسال این شکلی نبود، یه آیتی خالی داشتیم همونی که من قبول شدم. پارسال این شکلی نبود، یکم بیشتر داشتیم. 6 تا اینجا فکر کنم گرایش بود. مثلا یکی از بچه‌ها خودمون امسال ITS تربیت مدرس قبول شده، اینفورمیشن تکنولوژی سیستم‌های تکنولوژی اطلاعات قبول شده، ولی اصلا حذف شده از اینجا نیستش. نمیدونم سال بعد میخواد برای گرایش آیتی چه اتفاقی بیفته. ولی اون چیزی که گفتم بهتون رتبه دوم مال اینه، مهندسی پزشکی آیتی تقریبا، و درسای تقریبا چیز داره، سمت زیست و اینا داره. من اصلا کلا نذاشتمش. دانشگاه تهران هم داره، یه دونم امنیتی داره که دانشگاه امام باقر میپذیرتش. حالا هیچی، ولی این 1-4-1-2 که بهتون گفتم ضریبای این بود، ولی برای پزشکی 2-4-1-4، یعنی باکس آخر اندازه باکس وسطی میارزه. واسه همین رتبه‌های بچه‌ها اینقدر متفاوته. یا آموزش مهندسی هم داریم، کلا یه دانشگاه میگیره، اونم دانشگاه تهران یه نفرم میگیره. حالا امسال نمیدونم، ولی پارسال یه نفر تو کل ایران آموزش مهندسی میتونست بخونهش، هم کلاسی هم نداری. آره اینه. ولی مهندسی کامپیوتر هم اینجاست. مهندسی کامپیوتر هم چرا بهتون گفتم کدوم درسو که میزنی متفاوته. ببینید مثلا درس هوش مصنوعی باکس 4 رو
نگاه کنید واسه هر چیزی میخوای قبول شی هوش مصنوعی مثلا چقدر بزنی متفاوته، یعنی ضریباش فرق میکنه. واسه همین مثلا بیو انفورماتیک بخوای قبول شی 4، ولی مثلا معماری بخوای قبول شی 3. اینم خاطره رو بهتون بگم، چند هفته پیش با یکی از بچهای معماری داشتم صحبت میکردم جلوی دانشکده مهندسی کامپیوتر، گفت من معماری قبول شدم دارم هوش کار میکنم. واقعا عجیبن بچه‌ها. آره خلاصه که ممکنه مثلا اونو نیارید بتونید چیز کنید. با تجارت هم میشه اپلای کرد. من در مورد اپلای یکی از بچه‌ها پرسیدم، گفتش که رو سایت دانشگاه‌های خارجی برید اون ریکوایرمنت هایی که واسه تحصیلی دارن و یه نگاهی بندازید میبینید که اصلا ننوشته صرفا تو ایران مثلا مهندسی کامپیوتر خونده باشی، یه رشته مهندسی باشه ازت قبول میکنن. و بعضی موقع ممکنه استاد سر این که چه درسایی پاس کردی بهت گیر بده، مثلا میگه جبر خطی پاس کردی، سیگنال سیستم پاس کردی، اینا رو شاید مثلا گیر بدن. که گفت تو ارشد رو مثلا کسی که ارشد اینجا میخونن میخوام برن دکترا، قضیه خیلی راحت تره دیگه، اصلا به گرایش و اینا ربط نداره، بیشتر ربط داره چی کار کردی. من زیاد از مهاجرت واسه سر در نمیارم، باز میتونم وصلتون کنم بچه‌ای که میدونن، ولی این جواب من داد، گفت اینجا هم کلاسی من از علوم کامپیوتر اومده، یکی از آیتی اومده، اصلا مشکلی نداره قضیه. من این سوال خودم تو ذهنم بود پارسال، اگه یه موقع تجارت بیارم مثلا راهی دیگه داره به مهندسی کامپیوتر برگردم و اینا. یه سری گرایش هم داره اینا، علم داده و قرآن کاوی رایانشی و بازی‌های رایانه‌ای هست، من فکر می‌کردم حذف شده. آموزش مهندسی دوباره اینجا هست، ولی خب اصل کاری همین، همه برای همین کد ضریب یکش میخونن. یه چیز دیگه که می‌خواستم بهتون نشون بدم، دفترچه انتخاب رشته کنکور پارساله که امسال برای شما هنوز منتشر نشده، مرداد سال بعد منتشر میشه، ولی خب من پارسالیه رو دارم. یه سری چیز میز نشونتون بدم از این که چقدر دانشگاه‌های تهران ظرفیت دارن. مهندسی مواد مترولوژی بعدی آیتیه. خب مثل این که میتم 15 دقیقه دیگه تمام میشه، سریع عوضش میکنیم. من چیزایی که می‌خواستم قبول شم و هایلایت هم کردم. مثل که خب ببین مثلا دانشگاه بیرجن 10 نفر آیتی میگیره، دانشگاه تهران 4 نفر آیتی میگیره، نه این پردیس قمشه مثلا، دانشگاه سیستان و بلوچستان، اونایی که تهرانن رو من احتمالاً هایلایت کردم. ببین امیرکبیر 15 نفر آیتی میگرفته، امور آموزشی توسط همه این دانشکده‌ها با هم انجام میشه، همونجوری که گفتم بین رشته ایم، همه جا هستیم، دانشکده خاصی نداریم، ولی در کل رسما دانشکده ما صنایعیم. 2 نفر آپا میگیره، یعنی در کل آیتی امیرکبیر آیتی 17 نفر میگیره. البته کسایی که آپا قبول میشن الزاما باکسشون میشه اون باکسی که تو امنیت بود نشونتون دادم، چیز دیگه نمیتونن بردارن، استاد امنیتی هم بردارن. مالک اشتر تهران سال من زردش نکردم، دوست نداشتم قبول شم، کرمان و اینا. تهران ها هایلایت شده، ببینید دانشگاه تهران 5 نفر چی میگرفته، نه این امیرکبیر، ببخشید امیرکبیر 5 نفر تجارت میگرفته، 2 نفرم تجارت میگرفته ولی آپا، یکم مشترکه، مثلا باید 2 تا استاد با هم برداری، همچین حالتیه. شهید بهشتی گرایش فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک، یکم اسم گرایش عوض شده. این دانشگاه انقلاب هم هستش دوباره، مثلا رازی کرمانشاه چند تا میگیره، 10 نفر میگیره، یعنی که خط تیره زده شبانه اصلا نمیگیرن. دوباره علم و صنعت رو داریم 5 نفر، 2 نفر. یکی از بچه‌ها بنده خدا این عددا رو یکم اشتباه کرده، میتونسته آیتی قبول شه، اشتباه زده تجارت قبول شده. عددا رو چک کنید. خلاصه خواجه نصیر چقدر میگیره؟ گرایش تجارت الکترونیک 5 نفر. اسمش یکم عوض شده دیگه، ببینید تجارت الکترونیک نداریم ولی همون احتمالاً تحول، نه تجارت الکترونیک هست، تحول دیجیتال نمیدونم چی، ولی پارسال ما اینجا آیتی چند رسانه‌ای داشتیم، آیتی خط تیره داشتیم این بالا، یعنی آیتی همونی که من قبول شدم، و یکم تغییر کرده. حالا تا دفترچه‌تون منتشر شه مرداد و سال بعد اینا مشخص میشه. تربیت مدرس دوباره آیتی‌اس همینی که بچه‌ها قبول شدن 7 نفر میگیره. سامانه‌های شبکه‌ای خود دانشگاه تهران کجاست؟ دانشگاه تهران همین دوتا رو میگرفت دیگه، 4 نفر چند رسانه‌ای میگرفت که از سال بعد چند رسانه‌ای هم هست شد، اینجا دیگه نمیبینیدش. بعد آیتی رو که زد کلا پوکون دیگه حذف شده نمیاد. و فناوری اطلاعات گرایش سامانه‌های شبکه‌ای، من این دوتا رو گذاشتم بالاتر ولی نیاوردم، سومی رو قبول شدم. دانشگاه تهران 1 نفر هم آموزش مهندسی میگیره. پردیسشه، تحصیل پردیس دانشگاه فنی، نمیدونم، همون فکر کنم پردیس بالاش میشه. بقیه دیگه شهرهای دیگه ان دیگه، خواجه نصیر اینا، آره خواجه نصیر هم 3 نفر میگیره و اینا رو جمع بزنی نزدیک
60 نفر رو شاید بتونن تهران قبول شن فکر کنم. ولی یکم بخونید میشه رتبه زیر 50 قشنگ آورد. بقیه‌شون غیر انتفاعی ان و بعدش دیگه دانشگاه آزاد و اینا. اینم بود که من زرد کردم. مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 4 نفر میگرفت، کلا تو انتخاب رشته‌ام نذاشتمش. حالا شبانه هم یه نفر میگرفته. من در خدمتتون هستم، هر سوالی دارید میتونم 12 دقیقه دیگه تمام میشه. فیدبکی هم دارید میکروفون میتونید روشن کنید اینجا بنویسید. هر سوالی هم باشه جواب میدم در مورد دانشگاه، آیتی، درسامون، هر چیز دیگه. ببخشید من این وسط گفتی که وسط اسلایدات یادآوری کنم، فکر کنم اسلاید 7 عنوان موارد امتحانی فقط آیتیشو گفتی، مهندسی که چیزشو نگفتی. دستت درد نکنه. این بالا. کسایی که میخوان مهندسی کامپیوتر بخونن و حالا از آیتی به عنوان بکاپ مثلا کنکورشون استفاده کنن، اگه سوالی دارن بگم من بهشون بگم. مثلا من تجربه‌ای تو مهندسی کامپیوتر زیاد ندارم، ولی مثلا به بچه‌های پیشنهادی میدادم، بچه‌ها همیشه سیگنال رو حذف می‌کردن. بهشون گفتم 2 تا تست سیگنال خیلی راحته. مثلا اون 2 تا تست خودم اون سال که کامپیوتر دادم خوندم. فقط اون 2 تا تست رو، اصلا سیگنال حالیم نمیشه. اما 2 تا تست رو خونده بودم. مثلا نظریه زبان دوره آقای درفشه رو فکر کنم خریدم، نخوندمش. دانشگاه بوعلی و رازی چطوره؟ از رازی هیچ خبری ندارم. پریروز به یکی از بچه‌ها که رازی قبول شده پیام دادم، گفت کاش میرفتم خدمت. نمیدونم چرا این نمیگفت. دانشگاه بوعلی هم خبر ندارم، نمیدونم چی به چیه. بچه‌ها هستن اینجا میتونید ارتباط بگیرید. بچه‌های ارشد زیادن بوعلی قبول شدن. فکر کنم هول و هوش مهندسی کامپیوتر رو فکر کنم هول و هوش 2000 الی 3000 باید بیاریم بتونیم بوعلی قبول شیم. فکر کنم اگه کسی میدونه بگه. رو همون کارنامه‌هایی که رو سی اس هاب بود نشونتون دادم هستش. اینم نشونتون بدم، اینم مفید است. سایت سی اس هاب حالا فرق نمیکنه، هر کنکوری که رفتین اینجا پاسخهای تشریحی هست. 403 مثلا. بعد میبینید که مثلا پاسخهای تشریحی گسسته رو استاد یوسفی حل کرده، نیکی استاد گیلک حل کرده. حالا 403 اینا موجود نیست، ولی فکر کنم مهندسی کامپیوترش خیلی کامل تر باشه. آیتی رو شاید کمتر گذاشتن. پایگاه داده رو اینا حل کردن رایگانه رو آپاراتشونه. اینجا جمع آوری کردم، میتونید استفاده کنید. تا یه پازی هست من یه دور تشکر کنم از البته احتمالاً دیگه سوالی نیست دیگه بچه‌ها. من یه دور تشکر کنم. نمیشه یه سوال هست. لحظه بگم بعد حالا نرم افزار رو نگاه نکردم، ولی گسسته رو چرا هست، خیلی ویدیو هست. نه از نرم افزار ویدیو نیست. من یه بار از مدیریت میخواستم ویدیو پیدا کنم، رفتم تو یوتیوب یه سری ویدیوی افغانستانی پیدا کردم، فارسی نبود. یه چند تایی ازشون دیدم خوب توضیح میداد. فارسی از نرم افزار و مدیریت شما چیزی پیدا نمی‌کنید. متشکرم. این فکر کنم کمتر از 1 دقیقه وقت دارم. یه دونه تشکر بکنیم، تشکر بزرگ از آقای مرادی که همینجوری